بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. با عرض هزاران سلام و درود و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوشحالیم و الله رو سپاسگزار از اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا میهمان فضای صمیمی و گرم محافل شما باشیم، چه در خانه هستید، چه در محیط کار، چه در فضای خارج از خانه، در هر گوشی از این گیتی پهناور که زندگی میکنید و به سر میبرید. امیدواریم که هر روزتون بهتر از دیروز باشه و پیوسته بیاد الله تعالی و عبادت الله تعالی مشغول باشید. امروز هم خوشحالیم از اینکه بار دیگر فرصتی در اختیار ما قرار گرفت تا میهمان بسیار عزیزی رو در داخل استودیو به همراه خودمون داشته باشیم. در بحبوحه به هر حال سفر حج، بعد از پایان سفر حج و حدود یک هفته 10 روزی رو ما سپری کردیم، بیشتر از 10 روز از سفر مبارکه حج رو، و هنوز اون حال و هوا هست در مناطق. حاجی‌ها برمیگردن، حجاج به هر حال رفتن، موقعی که میرن حاجی‌ها حال و هوای رفتن هست و چشمه‌های اشکبار، عده‌ای از شوق دیدار کعبه و عده‌ای از غم فراق دوستانی که دارن میرن و اینکه نمیتونن همراهشون باشن. عده دیگری باز در لحظاتی که مراسم حج برگزار میشه با چشمان گریان صفحه های تلویزیون رو نگاه میکردن، عده دیگه با چشمه های گریان جوری دوربین تلویزیون داشتن به کعبه نگاه میکردن و هنوز هم اون آب و هوا هست و دارن برمیگردن حجاج بیت الله الحرام. باز چشمانی گریان دارن میرن به استقبال حجاج بیت الله الحرام، گریه‌ای سرشار از شوق، اشک شوق میریزن. عده دیگه باز چشمانی گریان دارن از کنار کعبه جدا میشن و خداحافظی میکنن با کعبه و مدینه منوره و برمیگردن به خانه ها. دوست داریم با شما چند لحظه رو در این حال و هوا باشیم. به هر حال وقتی که حجاج بیت الله الحرام از مکه مکرمه برمیگردن و از مدینه منوره، سوغاتی به همراه خودشون دارن و سوغاتی میارن و دعای خیلی دارن، از خاطرات کعبه میگن و حج میگن و غالبا ما دوست داریم در محفل این عزیزان بشنویم، بشینیم و استفاده بکنیم از تجاربشون، ارامن از مکه بگن و از خاطراتشون و گهگداری دنبال یک تسبیحی، خرمایی، آب زمزمی هم هستیم. حالا سوغات‌های دیگه بعضی زیاد اغراق میکنن، دنبال سوغات‌های دیگه هم میگردن، جانماز و مصحف و به هر حال بیشتر از این جانماز و مصحف و تسبیح و خرما و آب زمزم، خود اون صحبت وقتی که انسان میره حج، تازه متولد میشه و برمیگرده، اون حال و هواش زیباتر از هر چیز دیگه است و انسان از اون صحبت ها لذت میبره. بسیار خوشحالیم از این که در محضر جناب استاد عبدالکریم مهاجرزاده بسیار عزیز و دوست داشتنی هستیم. با چهره مبارکشون همه عزیزان و صالح هم آشنا هستن و به هر حال در روزهای یک شنبه ایشون از آلمان برنامه زنده رحمت رو زحمتش رو میکشن و لطف میکنن و تهیه کنندگی و اجرای این برنامه به عهده بزرگوار هست و اونجا هم خدمت میکنن، دعوت دارن در آلمان، در اروپا و سالهاست که اونجا مشغول خدمت به اسلام و مسلمین هستن و حتما میدونید که در سفر حج هم ما صدایشون رو از عرفات داشتیم و از مشاعر مقدسه و الحمدلله الان فعلا در استودیو تشریف دارن و از نزدیک صحبت میکنیم با ایشون بعد از اینکه پایان دادن مراسم حج رو و مکه مکرمه رو ترک کردن، مستقیم اومدن به سال حق. در خدمت این عزیز هستیم تا از مکه بشنویم و سوغاتی مکه رو ازشون بگیریم. جناب استاد، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله. من در نوبت خودم از شما تشکری میکنم، از همه عزیزای همکار ما در شبکه جهانی وصال حق و همچنان از بیننده های عزیز که همیشه مشوق ما بودن
تشکری میکنم برشان، سلام و احترامات خودم تقدیم میکنم و اطمینانم برشان میتونم که در مکه معظمه، در مشاعر، در عرفات، در مزدلفه، در وقت طواف، در حضور ما در مقابل حجر اسود یاد کردیم، همگیشان دعا کردیم، برای پیروزی مسلمان ها دعا کردیم. ان شاء الله خداوند عزیز دعاهای حجاج قبول فرموده باشه. طبعا ما همون رقمی که شما فرمودین با خیلی غم و حزن از کعبه، از بیت الله عزیز جدا شدیم، وداع کردیم، تمنا کردیم خدایا آرزو داریم باز بیاییم. انشالله هر کسی که آرزوی دیدار خانه کعبه را داره، از این یک بار دیگه هم دعا میکنیم که خدا به آرزویشان برسانه. آمین. طبعا ما برای حاجیای خود ما همی توصیه را داشتیم که ارمغان حج تنها آب زمزم و خرما و سوغاتایی که بار میکنیم سر شانیم و میبریم این نباشه. ما بارهای گناه آوردیم با خود ما، اونجا گذاشتیم، عذر کردیم، زاری کردیم، خدایا این گناه ها را دیگه همینجا میگذاریم. ما با ارمغان دیگه ازش میریم، بار دیگه را با خود ما میبریم، نه تنها زمزم و خرما را بلکه پیام حج میبریم. هر حاجی که به وطنش میره، به فامیلش میره، اگر او کسی که پیشت آمدن حج بوده، او اخلاق و کردار و گفتاری که داشته اگر ناپسند بوده، اگر او را با خودش دوباره ببره، معنایش است که اینا فقط یک سیاحت کردن، ارمغان با خودشان نبردن، بارکشی کردن. ولی او کسا خوشبخت هستند که برن و پیام حج ای باشه که دیگران تشویق شوند به حج بیاین. برخوردی که با فامیلشان داشتن، با دوستا داشتن، با اقارب داشتن، با او ماحولشان داشتن، اگر در مکتب بودن، اگر در دفتر بودن، اگر در اجتماعی بودن، با همسایه‌هایشان، اینا وقتی میرن اونا احساس کنن که این کسی که آمده این حج کرده. ما از حاجیای خود ما همی تمنا را داشتیم که اگر خانم است وقتی میره شوهرش، فامیل پسرایش، دخترایش، کسایی که در خانه هستن، با اونا بره اولین حرفش همی باشه که من از حج آمدم. بعد دیگه او کسی که قبلا بودم دیگه نیستم، من همگی شما رو دوست دارم، با شما کوتاهی کردیم، داغوش خود میگیره، میبوسه اونها را و میگه که علم شما را قدرتان میفهمم، من قبلا کوتاهی کردم. اگر پدر هست اولادایش در آغوشش میگیره، از اونا عذر خواهی میکنه که ما قبلا حق شما را ادا کرده نتونستم، کوتاهی کردیم. ولو ادا کردن بودن پدرایی که تا حد تانستن حقوق فرزندانشان ادا بکنن، ولی باز هم در اوجه خودشان مقصر بدانن. او اولادا، او کسایی که در اینجا این حرفا را از اینا میشنوه، من یقین دارم که اونا به حج علاقه پیدا میکنن. کاش که من هم برم که من هم تغییر کنم. و یه تمنای من از همه حاجی ها همی است که وقتی اوجا میرن همی ارمغان با خودشان ببرن. آمین. جناب استاد، موضوعی که اشاره فرمودید در باب برگشتن از مراسم حج و خانه کعبه وقتی که انسان برمیگرده یک زندگی جدید شروع میکنه، یقینا این زندگی به خاطر اون احساسی است که به انسان دست داده، یعنی احساس سبکبار شدن از بار گناه، احساس آزاد شدن از دام شیطان. از این احساس برای ما بینندگان عزیز بگین چگونه احساسی هست؟ چطور میتونیم ما به این احساس دست پیدا بکنیم؟ شاید بسیار از بینندگان عزیز خب که مشرف نشدن به مکه مکرمه، اونها هم دوست دارن در این حس شریک باشن، در این حس پاک بودن، در این حس خالی بودن. انسان وقتی خب لباس ما کثیف میشه و آلوده میشه بسیار اذیت میشیم. خود ما هم وقتی لباس رو عوض میکنیم، میریم یک استحمام میکنیم و یک دوشی میگیریم، لباس عوض میکنیم، لباس جدید میپوشیم، سر و صورت رو مرتب میکنیم، خود انسان یک احساس زیبایی به انسان دست میده. حالا وقتی که ما روح ما پالایش پیدا میکنه، آرایش پیدا میکنه، یک حس زیبایی است. این حس چه ویژگی هایی داره و چطور
عزیزانی که مشرف به حج نشدن چه توصیه برای اون عزیزان دارین که در این حس شریک بشن با حجاج و واقعا این حس رو درک بکنن، به این حس برسن؟ من تو جایی که فکر میکنم پیام الهی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم سفارشات کردن کسایی که حج میآیه با کدام نیتی بیایه چی کارا رو قبل از آمدن انجام بده و وقتی که اینجا مطمئن باشه اگر همو سفارشی که شده حج چگونه انجام شود، چی چیزها مراعات شود، اگر اونا رو من انجام بدم، مثل که از مادر تازه تولد شدم، همه چیزهای من الله بخشید، حقوق که خداوند بالای من داشت، اگر نماز نخواندم، اگر روزه نگرفتم، اگر کارهایی بود که اوامر الهی بود، حقوق الله بود، خدا همه چیز برای من میبخشه. با این وقتی که میآید و راستی من همه کار انجام میده، احساس میکنه که سبکبار شده. ما میبینیم از یک جایی میاییم، مثلا در خانه ما هستیم، فضایی هست با توان همون چیزی که در اوج خداوند امکانات و نعمات را که در اختیار ما گذاشته، یک بار میاییم در یک محیط گرم، در یک جایی میریم، بعض وقتا جایی که سکونت میکنیم مثل خانه ما نیست، یک حالت دیگی داره. آهسته آهسته به طرف، مثل که به طرف سفر میریم. از مینا که یک خیمه هست زیر یک فرش هست، میریم به عرفات که تنها مثل چتری هست که آفتاب، گرمی آفتاب سر انسان تاثیر میکنه. در مینا یک هوای یخ وجود داشته، یک وسیله بوده، اما در عرفات نیست. فرشی که در زیر پای شما هست و هم نازک شده. وقتی که شب میشه شما به مزدلفه میرین، لحاف شما آسمان و توشک شما زمین خالی است. یعنی شما رو به پایین ترین سطح زندگی از نظر اقتصادی اگر حساب بکنیم میرسانه. شما وقتی شب بیدار شوین، اگر ببینین، من ایره پیش خود مثال میتونم بعض وقتا، مثل که یک بم کیمیایی استفاده شده باشه، همه در زمین افیدن، جان دادن، خواب است، هر کس خواب است در مزدلفه، در روی سرک و در روی سر خاک اینا خواب است، روی کوه ها، همه جای همین رقم. شما با کسایی یک جای استراحت کردین که نمیشناستین اصلا، یک گروه آمده از همه پیشتر جای برای خودش گرفته، ولی جایی در بین خلاها بوده. وقتی بیدار میشه کسایی که بعدن میاین که جا نیست، در هر جای خلای بیافن داخل میشن. شما یک وقت بیدار شوین، پهلو بگردین، میبینین که یک کسی از نمیشناسین. سبحان الله. اما انتهای بندگی انسان همون درک میکنه انسان که خدایا تو از ما چی خواستی؟ میخوایی که من احساس کنم پروردگار که من در برابر تو هیچ چیز هستم. کسایی بودن که شاید در ناز و نعمت زندگی کردن، حالا من در روی خاکا هستن. یک انسانی که مادیگرا باشه این حالت ببینه، میگه اینا دیوانه هستن، اینا چی شده اینا را که آمدن در روی خاکا خواب کردن. او احرامان در جانشان عرق پر، غذا خلاص شده، چیزی نیست، مریضی شده، تب کردن، سرفه میکنه، همه چیزا سرش حمله کرده. در اینجا خدایا میگه مرا ببخش، دست بالا میکنه، گریه میکنه. و اللهی که در آسمان ها اینا رو میبینه، این انسان واقعا احساس میکنه که مرا خدا حال بخشیده. با اما تو یک روحیه اگر میره از جایی که آمده، اونا همگی با این شریک میشن. کاش این حاجی امی احساس یک دریجه است با خودش ببره میره. باز میبینیم از همون مزدلفه پس میاییم در مینا، فرش است، هوای تازه و تر است. بعد از اون میایین در هتل‌ها و بعد از اون میرن در خانه هایشان، دوباره زندگی ابتدای اولشان شروع است. اما شخصیت ها باید فرق کرده باشه. وسایل امکانات همه در اختیارشان هست. حالی پس الله مثل که ما را از یک کوره گذشتان آل میخواه که دفتر تازه برای شما پرتم. حالا مرد شویم، ما این دفتر را با حسنات ما پر کنیم. او وقت از ما فکر میکنم کسایی که حج نکردن وقتی حاجی را میبینن در این حالتش با این شریک هستن و شوق پیدا میشه. ما با تاسف اگران چیزایی داریم که میگن حاجی پس پیش از رفتن مار بود، وقتی برگشت اژدها شد. متاسفانه یک عده هم که صرف به خاطر از این آمدن که فلانی حج کرده بود، ما چرا نکردم. ما او را حاجی میگن، باید منم حاجی بگوین.
کس هم اگر حاجی نگفت تو قهر میشه که ما پول مصرف کردم زحمت کشیدم ما حج کردم برای کس حاجی نمیگه. اینا باز همونا هستن که از حج مردم گریزان میکنن متاسفانه. ولیکن او کسای سعادتمند هستن که حال تازه زندگی رو آغاز میکنن. چند روز دیگه از زندگی مانده. ما الحمدلله امسال جوانها رو دیدیم آقای سلیمانی، واقعا خیلی خیلی یک فضای معنوی بود. خداوند انشالله به همه خصوصا بر جوانها نصیب کنه. آمین آمین. حقیقتا بینندگان عزیز، آن چیزی که جناب استاد اشاره کردن به هر حال قطره ای از دریاست و اگر ما بخوایم، گرچه ما برنامه ها داشتیم درباره حج، اما اگر یک سال کامل از همین الان تا مراسم حج سال آینده هم هر روز درباره حج و عظمت حج و جایگاهش صحبت بکنیم، بازم نتونستیم حق مطلب را ادا بکنیم. اما این حس تازه شدن، این حس تولد جدید، این حس شروع دوباره یک زندگی نو و یک به هر حال آرایش از اول، یک حس بسیار زیباییه. حس خالی بودن از گناه، حس به هر حال امنیت و آرامش از عذاب الله تعالی، حس آشتی دوباره با پروردگار عالم، حس دوباره شروع کردن، حس پاک شدن اون چیزی که در گذشته هست. این احساس رو میشه به دست آورد در هر گوشی از کره زمین و یک نمونه رو جناب استاد اشاره فرمودن. حقیقتا الله تعالی مالک کل کره زمین هست و اون نیت هاست، اون اخلاصه، اون تسلیم شدن در برابر الله تعالی است. یک لحظه اگر ما همت بکنیم در هر گوشه از دنیا که هستیم، فقط کافیه بریم یک وضو بگیریم، سجاده پهن بکنیم، 2 رکعت نماز بخونیم، از همون اول حرکت میکنیم به این نیت که ما میخوایم یک زندگی جدید شروع بکنیم و بیایم وضومون که میگیریم بیایم شروع میکنیم با اخلاص کامل، با توکل، با حضور قلب 2 رکعت نماز میخونیم. در سجده وقتی که سر به زمین میگذاریم، پیشونی خودمون رو به خاک میمالیم و به زمین میگذاریم، همونجا با خودمون و با الله تعالی عهد میکنیم که ما میخوایم یک زندگی جدید شروع بکنیم. اگر قطره اشکی اومد فبه المراد، اگر همون هم نیومد، همون دل شکسته نزد الله تعالی یک دنیا ارزش داره. بعد از اون یک زندگی جدید، همین به همین سادگی، خیلی ساده. 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، یک سجده میتونه ما رو دوباره به زندگی برگردون. تجربه کنیم خالصانه و شروع بکنیم. جناب استاد اگر اجازه بدید با شما همراه بشیم در این سفر از مکه مکرمه و برگشتن به اروپا و انشاءالله که صحیح و سلامت برگردید به جمع خانواده و دوستان و احباب و آشنایان. در محیطی که شما زندگی میکنید، خب دیدگاه بسیاری از عزیزانی که در اون فضا نیستن، علل خصوص جامعه فارسی زبان ما که شاید بسیار اندک کسانی هستند که از جمعیت کلی بیش از 100 میلیون فارسی زبان رو ما حساب بکنیم، عزیزانی که از فارسی زبان ها در اروپا و آمریکا هستند بسیار اندکن نسبت به کسانی که نیستن در این فضا. از اون فضا بگید برای ما وضعیت مسلمان ها در اروپا چگونه هست و مشاکلی که دارید و دغدغه هایی که اونجا هست و استقبال نسبت به اسلام، چه از دیده چه از خود مردم مسلمان های عزیزی که اونجا هستن و به صورت عموم و به صورت خصوص باز جامعه فارسی زبان و چه از طرف کسانی که به عنوان میزبان هستن در هر کشوری که هستن. چگونه است وضعیت اونجا؟ وضعیت خصوصا در غرب بعضا بگیم نوسانات داره، تابع سیاست جهانی است. اگر در عالم موضع‌گیری کردن بر علیه مسلمان ها که متاثر میشه، ما هم در او حالت بعض وقتا از حالت کمی فروکش میکنه و حالت عادی میشه. در او جمع زندگی مسلمان ها هم تقریبا فرق میکنه. مساجد حالت عادی رو به خود میگیره. بعض وقتا میشه که مساجد مسلمان ها زن و مرد همه تحت یک کنترل و مراقبت قرار میگیرن. در این تغییر اوضاع سیاستمدارها خیلی نقش دارن. اونها مصالح خودشان میبینن که حالت ها تغییر میکنه، عادی میشه، بهتر میشه. وقتایی بوده که مسلمان ها در کشورهای خودشان نمیتونستن اسلام درک بکنن، آمدن سفر کردن و غرب
در اوجا بسیاری کسا برادرایی که یا مسلمان هایی که پیش از این حالتی که در افغانستان آمد و مردم خارج شد رفتن از افغانستان، روسا تهاجم کردن، کارگرا بودن در اروپا. اونا آمدن، خدا به اونا لطف کرد، بعضی کسایی که از اسلام آگاهی داشتن در اوجا آمدن، مطالعهشان زیاد کردن. حتی اونا میگفتن ما در کشور ما اسلام به این شکلی که در اینجا درک کردیم نتونستیم. فضا برشان آماده بوده، مساعد بوده، دشمنی برای علیه اسلام نبوده به اون شکلی که فعلا هست. و هر ترتیب در حتی در قریجات جایی که یک عده از مسلمان ها بودن تانستن بر خودشان یک دکانی را یا یک خانی را، یک جای را، یک اتاق را عبادتگاه بسازن، به نام مسجد بگذارن. جایی هم شده که تعداد مسلمان ها زیاد بوده، در اونجا مساجد جور کردن، فعالیت ها بوده. در مکاتب اولادایشان مطابق میگفتن که در دین ما مثلا بعضی سپورت ها هست که نمیتونستن من حیث یک مسلمان در اون اشتراک بکنن، شنا کردن در حوزه‌های عمومی. امثال از اینا بسیار با جرأت میگفتن که خاطر دین ما نمیتونیم. اونا اینا را چیزی نمیگفتن. حال اونا عکس شده. حتی کسی که اگر مسائل دین بگوید هنوز شدیدتر میشن، حساسیتشون زیادتر میشه. بله طبعا این تبلیغاتی را که همون حلقات که مصالحشان ایجاب میکنه بر علیه اسلام گاه گاه سر و صدا بلند میکنن، از توهین کردن به مقدسات ما، از قرآن، از پیامبر عزیز ما، هر چیزی که یعنی دریغ نکردن، اسلام چهریش خدشه‌دار کردن، عکس جلوه دادن، آزادی هایی که اسلام بر بشر برمغان آورد اونا را به خودشان نسبت دادن، چیزایی که خودشان میکردن ایره به اسلام حمل کردن. طبعا در این کارها اینا تانستن در بین مسلمان ها هم کار کنن، یکی در خودشان هم نوا بسازن. خب در این حالتی که ما فعلا در شرایط آخر حوادثی که در عراق و در سوریه و در این کشورها رخ داد، در مصر رخ داد، در افغانستان است و در کشورهای مسلمان، در اینجا هم اینا از این بهره برداری کردن برای علیه اسلام. هر کار زشتی را اینا نسبت میتن به مسلمان ها. در اونجا یک کار خراب فوری دینش برش میکشن که اگر یک ایستوی یک کار زشت انجام بده، آدم بکشه، نامش میگیرن فلانی کرد. اما اگر یک مسلمانی کار بکنه باز فورا اسلامیست است یا مسلمان است یا اینا ایدیشان میره به این شکل کوشش میکنه اسلام دو داخل بکنن. به این ترتیب حتی دمی دو سه روزه که ما در موسم حج بودیم، یک عده برخوردی که در عراق و سوریه شده، یک عده کسا به طرفداری یا بر ضد کسایی که در اونجا عمل کردن آمدن در هامبورگ خصوصا مظاهرات برای انداختن. پلیس اینا را حمایت کرده، اینا رفتن بر مسجدها حمله کردن، مسلمان ها را اذیت کردن، خانمایی که با حجاب بودن اینا را اذیت کردن، گروه افراطی قومی گری کردن یا مذهب گرایی کردن. یعنی کوشش کردن که بر مسلمان هایی را نسبت بتن و انتقامشان از مسلمان ها بگیرن. یعنی کاری که در کشورهای مسلمان این حوادث رخ بده، ایره شما انتقال بدین به یک جایی که اونا در جریان نیستن، و مسجدی که همیشه در اوج مردم عبادت کرده، یک محل برای آرامش و سکونت، اوجا آمدن. ولی پلیس در اوجا یعنی مثل که گذاشته اینا این کارا بکنن، ماشینا را میده کردن، دکانا را زدن، رستورانت های مربوط به مسلمان ها بوده سرش حمله کردن، مثال از چیزا. ولی مسلمان ها چون جدید نیستی کار، بعد از 11 سپتامبر هم خیلی اذیت شد مسلمان ها. جناب استاد ببخشید، شما حدود 3 دهه است که در آلمان زندگی میکنید و خب یقینا با بقیه نقاط اروپا هم ارتباط دارید و عزیزانی که در نقاط مختلف اروپا زندگی میکنند. احساس میکنید که از همون اول این گونه بود یا نه این جدیداً این بیشتر رشد کرده و دلیل این رو چی میبینید؟ دلیل این تغییر اگر رشد بیشتری داشت؟ طبعا این در ابتدای طور نبوده. مثلا ما حتی این موضوعی که در افغانستان بر علیه
روس های تجاوزگر در اوجا مردم قیام کردن، مسلمان ها همه شعار الله اکبر بوده بر ضد روس ها و ضد کمونیسم. در غرب حمایه شده، تنها کلاهی که مجاهد در سرش بوده این سمبل یک قهرمانی بوده. کسایی که از افغانستان دیدن میکنن، همین خبرنگارا، دیپلمات‌هایشان، سیاستمدارایشان، اعضای پارلمانشان وقتی که میرفتن به دیدن وضعیت افغانستان از نزدیک میدیدن، از اون طرف توفیشان مثل که ما بلا تشبیه بگوییم حاجی عزیز با خودش زمزم و خرما میبره، اونا توفیشان پاکولای مجاهدین بود که با خودشان سمبل قهرمانی بود. حمایه میکردن، تبلیغ میکردن. طبعا چون دشمنشان روس‌ها بود، مجاهدین از این فرصت یا اونا استفاده کردن یا اینا استفاده کردن، با نفع از اینا هم این دعوا بود، حمایت کردن. وقتی بعد از اینکه نظام شوروی از بین رفت، اینا عکس العملشون هم به علیه اسلام چهره اصلی خود گرفت و طبعا حال شدید شده. با تاسف ما احساس میکنیم که در اوجا شاید یه حرف ما برای از کسا اقدر یا مبالغه باشه که یهودیایی که در زمان هتلر شناسایی می شدن، حتی در دستایشان علامت می داشتن که اینا باید یهودی هستن و در اوجا به علیهشان ظلمی که صورت گرفت، حال مسلمان ها تقریبا همون نقشه مثل که بازی میکنن. مسلمان ها در نظرشان یک گروه با خشونت عمل میکنن و اینا ارهابی باشن یا اکستریمیست باشن یا چیزهایی که خودشان استعمال میکنن، فاندامنتالیست هستن و امثال از اینا، رادیکال هستن و اینا. ولو یک مسلمانی که یعنی مسجد نروه، نامش کافی است که احمد باشه، محمود باشه، در همین لیست است. ممکن امروز اونا را چیزی نمیگن ولی فردا اونا را ممکن است اینا اذیت بکنن. اینا همگیش انگیزش همی است، من فکر میکنم که حال در غرب اسلام خواهی است. مردم اصلی غرب، جوانها، دانشمندا، اینا به اسلام رجوع میکنن، به بنبست رسیده اونجا. اگر دموکراسی است، اگر کلیساها هست، اگر افکار سیاسی دیگه است، اینا دیگه جوابگو نیستن بر مردم. مردم خسته شده از اینا. با این خاطر است که مردم فوج به طرف اسلامه. اینا احساس نارامی میکنن. بنابراین باید اسلام ضربه ببینه، اسلام باید چهرش عوض شوه، پیام تخریب شوه. بله، با این خاطر است که اینا ورخطا هستن. در همین تظاهراتی که در اینجا کردن، تا مسلمان ها الحمدلله در اونجا خیلی زیرکانه عمل کردن. مساجد، ائمه، شخصیت های بسیار معروفی که در اجتماع هستن، اینا مردم به آرامش و سکونت دعوت کردن که شما عکس العمل نشان ندین. مثل که یک برنامه از قصدن کار میکنن بر علیه مسلمان ها از حادثه که در عراق در سوریه میشه. در این چه ارتباط داشت که اینا بر علیه مسلمان ها در اروپا بخیزن دست به کار شوند؟ اینا میخوان درگیری ایجاد کنن. از این ممکن است که اینا با خودشان یک بهره بگیرن، ولی شما آرامش از دست ندید، شما صبر داشته باشید. به این شکل امی احساس ما است که چون اسلام خواهی در غرب، خود غربی ها اولادایشان امروز به طرف اسلام میاد، جوانا میان، جوانای مسلمانایی که در اوج نماز نمیخوندن قبل، نامش مسلمان بوده، پدرش مسلمان بوده، آلینا، دخترها و پسرها، شما وقتی در بازار آلمانی یا انگلستان در کشورهای غربی شما وقتی بیرون میبینین حجاب پوش و پسرهایی که ریش مبارکشان گذاشتن، اینا رو بالکل میبینین، شما احساس میکنین که مردم به طرف اسلام رجوع کردن. اینا این خطر احساس میکنن برای خودشون. هیچ چاری هم نمیبینن جز اینکه بیان چهره اسلام رو خراب بکنن، شعبه سازی بکنن و تخریب بکنن. این بسیار. جناب استاد اگر اجازه بدید ما با جناب دکتر عمرا هم صحبت خودمون رو آغاز بکنیم و ان شاء الله ایشون رو هم در این خودمون شریک داشته باشیم. جناب دکتر عرض سلام دارم خدمت شما از طرف خودم و جناب استاد مهاجرزاده هم تشریف دارن، سلام دارن خدمت شما و از طرف بینندگان عزیزم که حتما مشتاق صحبت شما هستن. بفرمایید. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی بزرگوار و خدمت استاد بزرگوارمون مهاجرزاد که منت نهادند و به ما شرف دادند و در برنامه ما شرکت فرمودند.
و همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و دوستان اتاق فرمان و امیدوارم که خداوند منان حج همه حاجیان و استاد بزرگوارمون مهاجرزاد رو مورد قبول عنایت درگاه خودشون قرار بدن و انشالله دعاهایی که ایشون و سایر حاجیان در حق ما و در حق امت و در حق بینندگان عزیزمون کردند خداوند همه دعاها رو مستجاب کنند. در خدمت شما هستم. خدمت از ماست. جناب دکتر اگر اجازه بفرمایید، جناب استاد مهاجرزاد به یک موضوع بسیار مهم اشاره فرمودند که فعلا مسلمانان و خواهران و برادران عزیز ما در اروپا و آمریکا با اون مواجه هستند و اون هم بحث یک جنگ تبلیغاتی و یک حمله شدید رسانه‌ای و به هر حال تبلیغاتی بر ضد امت اسلامی هست و با شبه پراکنی و با تبلیغات سو قصد دارن تا چهره اسلام و مسلمین رو دگرگون جلوه بدن و بد جلوه بدن تا کسانی که به تعبیر استاد تمایل پیدا میکنن به سمت دین و بین اسلام و روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه جمعیت مسلمانان بتونن به نحوی مقابله کرده باشن با این موضوع. در بحث شبه پراکنی و شبه سازی اگر بخوایم صحبت بکنیم و شبهاتی که مطرح میشه، قبل از اینکه به این موضوع پردازیم که چرا اسلام، دوست دارم که درباره خود شبهه و تعریف و هدف از شبهه پراکنی در یک جامعه مقداری صحبت بفرمایید برای ما و بینندگان عزیز تا از خود ریشیابی موضوع شروع بکنیم که هدف چی هست، چرا شبهه پرداخته میشه و پربار میشه و پروبال داده میشه بهش و هدف و مراد از شبهه پراکنی در یک جامعه چی است؟ وقتی که ما حرف از تبلیغات سو میزنیم، حرف از شبهه پراکنی میزنیم، در واقع ما میخواییم که یک چهره ای رو، حالا این چهره چقدر زیبا باشه یا نباشه، این رو دگرگونش کنیم، در سطح جامعه نامطلوبش کنیم، شیطنت سازی بکنیم، که از چهره ای رو به عنوان چهره زشت شیطان و مکروه به جامعه عرضه کنیم و ارائه بدیم. همونطور که استاد بزرگوار فرمودند، ما در جهان امروز با یک انقلاب و با یک بیداری بزرگ مواجه هستیم. عقلها رشد میکنه، انسانها در حال رشد هستند و هرچه انسان بیشتر رشد میکنه و سطح آگاهیش بالاتر میره، سطح شعورش به انسانیت بالاتر میره، به سوی کمال میخواد که عروج کنه و این کمال رو تنها و تنها دین مبین اسلام مطرح کرده و انسانیت رو بها داده. اینجاست که تعداد زیادی از مردم به سوی اسلام میان و این هست که طرف مقابل هم مجبور هست برای حفظ مکانت خودش، برای حفظ اون میراثی که به ارث بوده و از اون میراث به اصطلاح داره ارتزاق میکنه، چه ارتزاق فرهنگی باشه یا مادی، نیاز هست که یک نوع انسانها رو از اسلام دور کنه یا حتی مسلمانها رو از دینشون دور کنه. اما خب این همه تلاش، این همه کوشش هایی که غرب و غیر مسلمان ها انجام دادن برای دور کردن مسلمان ها از اسلام فایده ای نکرد. این شد که الان میگن که آقا ما نمیتونیم، این مسلمون یک به اصطلاح خمیره ای داره و یک واکسیناسیونی شده از طرف به اصطلاح دینش، از طرف داده های فرهنگی که ساختار دینی داره، ما نمیتونیم این رو مسیحیش کنیم، نمیتونیم این رو یهودیش کنیم، پس چه کار کنیم؟ بیاییم که به اصطلاح مسلمان ها رو تو دینشون در شک و شبهه قرار بدیم. هر جا که حق باشه خب اونجا باطل هست، باطل هم که خواب نیست، در حال حرکت هست و متاسفانه یک معضله‌ای که جامعه اسلامی یا مسلمان ها به طور عموم با اون دست به گریبان هستند اینند که از دینشون، از حقایق دینیشون، از قرآنشون فاصله گرفتند و چندان آگاهی ندارند. از این فرصت دشمن استفاده میکنه و شبهه پراکنی هایی میکنه. شبهه در مورد خود قرآن کریم، در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
در مورد مفاهیم اجتماعی اسلام، در مورد مفاهیم اقتصادی، سیاسی، نحوه مدیریت جامعه. اونها با یک هیولای بسیار بزرگی به نام اسلام دست به گریبان هستند. اسلام مثل سایر دیانت ها نیست که بیاد مردم رو زندان کنه تو مسجدی مثلا. اسلام دین هست، دولت هست، نظام اقتصادی است، نظام اجتماعی است، شیوه زندگی است، راه رسم زندگی است. همه این موارد، راه رسم تعامل با دیگران، همه این موارد رو در پاکیج خودش یا در دین خودش داره. الان در هر زمینه اینها سعی میکنند از ناآگاهی مسلمان ها استفاده کنند و یک شبهه هایی رو و یک به اصطلاح پارازیت های تبلیغاتی رو پرت کنند و خب چون به اصطلاح آگاهی در بسیاری از جوانها و افراد جامعه اسلامی پایین هست، اینه که به اصطلاح این شبهه توتیوار در بین مردم به اصطلاح مطرح میشه و به عنوان یک اعتراض مطرح میشه و این اعتراض ها همیشه بوده. وقتی که اسلام هم اومد اینها سعی کردند، مشرکان هم سعی کردند وقتی دیدن اسلام اومده که انسان رو به خودش معرفی کنه، انسان رو از بردگی، از جهالت، از اینی که ابزاری باشه در دست قدرتمندان و از اینی که زر و زور بتونه جامعه رو به اسارت بگیره، اسلام به اصطلاح انسان رو رهایی میده. این بود که شروع کردن به شبهه پراکنی در مورد خود اسلام، در مورد فرشتگانی که برای پیامبر وحی می‌آوردن. خود پیامبر رو تهمت ها زدن که آقا این دیوونه است، این شاعر هست، این نمیدونم یعلمه بشر، کسی دیگه ای به این یاد میده. همه اینها و قرآن کریم همه این شبهه ها رو یکی یکی رد میکرد و ایضاح میکرد و این هم وظیفه علما و اندیشمندان هست. در مفهوم عالم دینی ما مسلمان ها میگیم که یک عالم دین 3 وظیفه داره. یکی اینی که دعوت اسلام رو تبلیغ کنه و به مردم برسونه. دوم این که اقامه حجت بکنه بر مردمان که این دین حقیقت مطلق هست و این دین برای رهایی انسان اومده، این حجت رو بر ملت ها، بر انسانیت تموم کنه. و نقطه سوم اینی که شبهات رو برطرف کنه. پس این شبهات همیشه بوده، خواهد بود و دشمن به خاطر به اصطلاح دور کردن مسلمان‌ها که جمله‌ای ما داریم از یکی از مستشرقان که در ابتدای قرن 20 زندگی میکرد و شخصیت بسیار مشهوری هست در به اصطلاح بحوث استشراقی به نام زویمر. ایشون میگن که اگر ما نمیتونیم بر مسلمان ها پیروز بشیم و اونها رو به دین خودمون بیاریم، بس سعی کنیم اونها رو در دینشون یک شبهه هایی براشون بندازیم که رابطه قلبی و به اصطلاح التزام و پایبندی مؤمن به دینش خدشه‌دار بشه. اونجاست که دیگه مؤمن خودش در یک بحران هویتی زندگی خواهد کرد، بحران شخصیتی پیدا میکنه. اسلام در واقع یک انتصاب هست، یک هویت هست، یک شخصیت هست. الان وقتی که یک انسانی دچار یک شبهه‌ای شد، یک مؤمنی دچار یک شبهه‌ای شد، الان تزلزل شخصیتی پیدا میکنه و این در روند زندگیش، در رشدش، رشد فکری، اجتماعی، در همه زمینه‌های رشدش تأثیر منفی خواهد گذاشت. جناب دکتر، یقینا بسیار از این شبهات وقتی که مطرح میشه هدف اصلی دور کردن غیر مسلمین از اسلام هست. چرا اسلام این همه مورد هدف قرار میگیره، مورد هجوم این شبهات قرار میگیره؟ چه ویژگی در اسلام در تعامل بین مسلمین و غیر مسلمین وجود داشته که این همه میترسن، احساس خطر میکنن غیر مسلمین و سعی میکنن با این شبهه پراکنی ها این ارتباط بین مسلمین و غیر مسلمین رو فاصله بندازن بینش؟ ببینید، ما در دنیا با یک انحراف بزرگ روبرو هستیم.
و هدف این انحراف این هست که جامعه های بزرگ رو از پایبندی به دین دور کنه و در حقیقت این صورت گرفته و همه جامعه های به اصطلاح امروزی، جامعه های بزرگ، کشورهای صنعتی امروزی با دین بیگانه شدن. تنها جوامعی که دین رو نتونستن به اصطلاح به حاشیه بکشند و دین در جامعه به صورت بسیار که تونست غرب تا حدودی دین رو در اون خط شدار کنه ترکیه بود که الان میبینیم بعد از این همه سرمایه گذاری غرب، سرمایه گذاری فکری و مادی در غرب، الان ما میبینیم که ترکیه به طرف به اصطلاح علمبرداری و رهبریت جهان اسلام به اصطلاح پیش میره. پس این همه زحمتی که اونها کشیدن، این همه سرمایه گذاری که کردن، پوچ و هیچ بود. الان اگر ما نگاه کنیم در خود غرب، در جهان غرب امروزه بنا به آمارهایی که خود پژوهشگران غربی پیش به اصطلاح تقدیم کردند و به اون رسیدند، اینه که 14% تنها از هر 100 نفر اروپایی تنها 14 نفر به این باور دارند که خدایی هست، اما چند نفر از اینها به این فرامین خدا بر حسب همون تصورات خودشون پایبند هستند. این حکایت دیگه هست. در فرانسه که به اصطلاح به عنوان مهد کاتولیک و دختر کاتولیک شمرده میشه، یعنی یک به اصطلاح کشور دیندار مسیحی، در این کشور ما تنها 5% از هر 100 نفر تنها 5 نفر به اصطلاح پایان هفته رو میرن به کلیسا، یعنی چیزی کمتر از 3 میلیون فرانسوی به کلیسا میرن، در حالی که ما در فرانسه 7 میلیون مسلمون داریم که به مسجد میرن. یعنی اینی که اسلام دین اول هست در فرانسه که مهد به اصطلاح کاتولیکی باشه. الان اگر بریم همه کشورهای اروپایی رو ورق بزنیم، همچنین حالتی رو خواهیم دید که اسلام در حال رشد هست. خود غربی ها به طرف اسلام میان. قدیم به اصطلاح ما این رو داشتیم که مهاجران مسلمونی میرفتن اونجا، الان دیگه نیازی حتی نیست برای دعوت یک مهاجر مسلمون که بره اونجا. خود غربی ها خودکفا هستند از نظر به اصطلاح دعوتگران اروپایی که از خودشون به اصطلاح مسلمون شدن. گرایش غرب به سوی اندیشمندان غربی به سوی اسلام، پایبندی خود مسلمون ها به دینشون بیش از بیش، رشد آگاهی دینی در همه جوامع اسلامی به شکل بسیار ملحوظی در حال بالا رفتن هست. همه اینها باعث شده که اونها بخوان، غرب بخواد، مسیحیان، یهودیان بخوان که با این دینی که در حال رشد هست و به اصطلاح در داخل خانه های اونها، در حالی که مسلمان های هیچ کشوری رو ندارن که مورد حمایتشون باشه، هیچ کشوری از مسلمان ها و دعوت اسلامی حمایت نمیکنه. مسلمان ها دارای هیچ قدرت نظامی بزرگی نیستند که ملت ها به هر حال، هر ملتی به سوی قدرتمند یک نوع به اصطلاح تعاطفی نشون میده، همونطور که جهان امروزه مثلا به سوی آمریکا چشم دوخته، چرا که آمریکا یک قدرت بزرگ نظامی هست. مسلمان ها با وجود اینی که فاقد قدرت نظامی هستند، فاقد قدرت سیاسی هستند، اما دینشون در حال رشد هست. اینجاست که همه رسانه های غرب و شرق دست به یکی کردن برای بدنام کردن مسلمان ها، برای تبلیغات سوء بر علیه مسلمان ها، برای همه اون زشتی هایی که در خودشون هست، در فطرت وجودی خودشون، در فطرت فرهنگی خودشون هست، همه رو میریزند به اصطلاح به اسم اسلام و میخوان که چهره اسلام رو دگرگون کنند. ما اهانت مثلا یک موردی هست که همه انسان ها بعدشون میاد که کسی مورد اهانت بشه، شخصیت حائز احترامی مورد اهانت بشه. الان اگر ما بریم در خود آمریکا به شخصیت هایی که اونها براشون احترام قائلن اهانت بکنیم یا کسی اهانت بکنه، خب به هر حال
ضمیر انسانی، مشترک انسانی لطمه میبینه، ناراحت میشه. همین غربی که دم از آزادی میزنه میبینیم که هر چند گاه یک بار باید به صورت بسیار زشت و زننده‌ای به اسلام، به مقدسات مسلمان ها، به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اهانت بکنن. همه این به اصطلاح بازتاب همون حقد، همون حسادت و همون کوته فکری و جهالتی هست که در سرشت یک انسان حقود، یک انسان خودخواه، یک انسانی که تحمل دیگران رو نداره وجود داره، که متاسفانه این الان یک ویژگی هست که رسانه غربی حداقل به اون دل بسته. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید که برگردیم در استودیو و بریم پیش دوستان کنترل. اگر جناب استاد اجازه بدید شما هم تا یک فاصله گرفته باشیم و استراحتی کرده باشن بینندگان عزیز هم میان برنامه رو به همراه شما میبینیم. برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع اسلام در غرب یا به تعبیر دیگه اسلام در قفس اتهام. همراه ما باشید با این موضوع و ادامه موضوع. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم و به همراه کارشناسان محترم برنامه جناب استاد عبدالکریم مهاجرزاده عزیز که به هر حال برنامه رحمت اجرا میکنن. این افتخار نصیب شده در سفره دل میزبانشون باشیم امروز، گرچه به هر حال میزبان اصلی خودشون هستن، میهمان نیستن هیچ وقت در وصال حق، همیشه میزبان هستن در وصال حق و حالا باز امیدیم که ما یک روزی در رحمت شرکت کنیم. استاد برنامه رحمت انشاءالله. جناب استاد، در موضوع شبهاتی که مطرح میشه در اروپا، چرا به دکترم به برخی از دلایل اشاره فرمودن و اینکه چرا میترسن اروپاییان از این موضوع، بیشتر در چه زمینه‌هایی هست در میدان به هر حال تبلیغاتی که شما از نزدیک دیدید؟ بیشتر این شبهات و این جنگ تبلیغاتی که بر علیه ما اونجا شروع شده در چه زمینه‌هایی هست و چه قشری رو بیشتر هدف قرار دادن؟ گرچه این تبلیغات سو شاید که تاریخش خیلی کهنه باشه، قدیم باشه، ولیکن هر وقت یک چیزی رو میخوان عنوان بکنن همون چیزا رو دوباره میارن. مثلا قیوداتی که در اسلام هست، مانع آزادی ها هست اسلام، در تبعیض بین زن و مرد اسلام خیلی دست بالا داره، حقوق زن پایین کردن و زن حق داده نمیشه، بر علیه زن خشونت اعمال میشه. مثلا در میراث، در شهادت، حتی در حجاب. وقتی از حجاب هم صحبت میکنن با خانمای مسلمانی که حجاب ندارن از اونا سوال میکنن که شما در مورد حجاب چی میگین؟ این خودش هم نشان میده که اینا میخواین بر علیه حجاب یک کس را تحریک بکنن. این چیزها تقریبا در کشورهای ما زیادتر، در کشورهای اسلامی دنبال خصوصا حقوق زنان میرن. کسی میگفت که ما در اعضای پارلمان ما در افغانستان شاید بزرگترین رقم تشکیل بده نسبت به خود امریکا و اروپا. در اروپا و امریکا در پارلمان به این حد وافر نیستن که در پارلمان ما در افغانستان باشن. تعداد زن ها و امثال از اینا که ایره کوشش میکنن که عنوان بکنن که گویا اسلام برای خانم ها، ولی دنبال از این حکمتی که در این هست، چیزهای دیگه که در اینجا هست، اینا هم را میپوشانن، کتمان میکنن. گویا اسلام حقوق زنها را پایمال کرده. در همین حالتی که اینا خودشان تبلیغ میکنن بر ضد اسلام، کارهایی را که در حق زنها روا میدارن و مراتب قبیح تر است که ادعای دروغین بر علیه اسلام میکنن. زنهایی که در اوجا در خدمت مردها هستن، حتی تن فروشی میکنن.
حقوق زنها مثلا این مراکز چرا دنبالش نمیرن؟ زنها را از کجا نمیارن؟ از کشورهای آسیا، از افریقا، از کشورهای اسلامی با بهانه‌های مختلف، حتی دزدی میکنن، قاچاق انسان. خانم‌ها را خصوصا اینا را میارن در اونجا و معرض فروش میگذارن. آیا این حقوقه که شما زدش عمل میکنین که خانم او حقوق آزادگی خودش از دست میده؟ شما در غرب شاید خیلی بیجای باشه این حرف من در این مجلس مبارک که جوانها، دخترای جوان، زنای جوان در شارع‌ها، در خیابان‌های عمومی میبینین استاده هستن، در هر 20 متر، در هر 50 متر کسی بیایه استاده کنه ماشینش و برداره بره. اینا حداقل توان از این ندارن مثلا با یکی از این کسایی که میخواین فرار بکنن، چنان زیر کنترل مافیاهای هستن که اینا حتی پولی که به دست میارن همون پولشون رو باید در همون مرکز کنار در اونجا موظف کرده بپردازن. یعنی این خانم ها رو میفهمید که اینا اسیران یک عده‌ای مثل هستن، اسیرا هستن. آره بله. با اونا تجارت میشه، نه که اختیاری خودشون اونا خواسته باشن این شغل انتخاب کرده باشن. همونطور آوردن. بردگی جدید. بعضی کسایی که تونستن فرار کنن از دست اینا رفتن مصاحبه کردن که ما رو به نام کار خواستن. از کشورهای فقیر اروپایی آوردن، مثلا اروپای شرقی که بعداً اینا احساس آزادی کردن از دست روس‌ها خلاص شدن، اینا حال تومه تجارهای غربی شدن که اینا را به بازارهای فروش انسان میارن که اینا تنشان میفروشن. نعوذ بالله. کجاست حقوق بشر و کجاست حقوق یا مراکز دفاع از حقوق زن؟ در اروپا نمیبینن این چیزا را، ولی اونا مثل که در خدمت همین مافیاها هستن. ولی اسلام عزیزه میکوبن که اینا گویا مرد سالاری است در اسلام، هر چیزی که مرد خواست به این شکل. حالا چرا به استاد در موضوع مثلا بحث حجاب، آیا خب این بحث آزادی، شعار آزادی، دموکراسی، برای اینکه انسان هر کسی دوست داره هر پوششی داشته باشه، هر لباسی داشته باشه، هر جوری که بگرده، خب شاید مثلا جوری خیلی از اینا رو که نمیگیرن به این بهانه که اینا خودشون دوست دارن مثلا با این لباس بگردن، با این وضعیت بگردن، این کار رو داشته باشن. چطور در مقابل باز اگر مثلا دختری خانمی خواسته باشه که روسری بپوشه و حجاب داشته باشه و به هر حال با اون پوششی که دوست داره بیاد بیرون، یا برادری مثلا لباس و ظاهر اسلامی که دوست داره بیاد بیرون، با اینها برخورد میشه، آیا اینها در اون آزادی ها اینو داخل نیست، تعریف شده نیست برای اونها؟ یعنی اصلا خب باید همین حقوق شخصی یک کسی است. با لباس یک کس شما چیکار دارید؟ ولیکن حالا میبینید در مکاتب، در مدارس دخترها که با حجاب میخواهند برن سر از نام قیودات وضع کردن. حتی در فرانسه با نقاب اگر کسی خانم بیرون میشه جریمه هست. بعضی خانم‌ها هستن که جریمه رو پیش از پیش قبول کردن، ما میپردازیم این جریمه رو. کجا شد این دموکراسی، این آزادی شخصی، حتی آزادی دین که در کتاب‌ها آمده، در قانون اساسی است، آزادی بیان، آزادی، اما در عمل این آزادی خصوصا برای مسلمان‌ها این آزادی ها نیست. حالا در مدارس مثلا دخترها پسرها از سپورت مثلا شنا هست، آب بازی هست، در او حوزه که در جزء برنامه درسی است، جزء برنامه درسی ساختن. قبلا اینا میتونستن بگوین که ما نظر به مشکلاتی که ما داریم نمیخوایم این کارو بکنیم. حالا شما رو مجبور میکنم اگر نکنید شما نمره شما رو بله الزامی شده باید. حالا دختر مسلمانی که شرم داره، حیا داره، نمیتونه در اون جمعی که بچه‌ها همه در یک جا هستن چیکار کنه، ولی باید بره. پس با وجودی که اینا خودشون همو اهداف خودشون دنبال میکنن، باز اتهام دیگه هم یا شبهه دیگر هم سر اسلام میاندازن که اسلام قیودات وضع کرده، آزادی ها را مانعش است. این جای عجیب است. جناب استاد، تاثیر این شبهه پراکنی به نظر شما چقدر بود؟ آیا تونستن موفق باشن تو اون هدفی که داشتن، چه در به هر حال استقبال این فکر و این هدف از طرف غیر مسلمین یا متأثر شدن خود مسلمین نسبت به این ماور و شبهاتی که مطرح میشه؟
جایی هم هست متاسفانه. مثلا مثال میتن یک کسی که پابند به دستورات اسلامی نیست ولی مسلمان هستن، خودشون افتخار به این میکنن که ما مسلمان هستیم، اما وقتی که چیزهایی را که در دین حلال و حرام است اینا رو وقتی اینا مراعات نمیکنن، اینا هم سبب میشه که اینا دست بالا پیدا بکنن و بگن که او مسلمان است. چی یعنی چی؟ یعنی شما مثل که باز هم اتهام یک گروه خاص را یا بگن مثلا خصوصا در این وقتا مسئله سلفی هست و داعش هست و افکار اکستریمیستی یا همون افکار تندروی هست، اینا رو اتهام میبندن. خب اینا مسلمان هستن، اینا نمیرن، شما مثل که در صف خاص اینا رو قرار میده. اینا هم بالاخره او کسایی که دینش برش خیلی ارزش داره، بعض وقتها ممکن است که از درس صرف نظر بکنن ولی درس هم چون در روی تا سن خاص مجبوری هست، اینا نمیتونن بگن ما نمیخونیم درس هم میخوانن و چیز خودشان هم سرشان باید تطبیق بکنن. سابقا مراکز اسلامی در این رابطه کم و بیش فعالیت داشتن، از همون بندهای قانون استفاده میکردن که در قانون همی هست، ولی حال اینا مثل که دنبال قانون هم دیگه نمیگردن. هر شهر اگر خصوصا در آلمان چون فدرالی هست، هر ایالتی از خودش چیزهای وضع میکنه. حتی در مکاتب مدیر مکتب خودش با خودش همین صلاحیت میده که آیا یک کسی را بگذاره با حجابش یا نگذاره. یعنی فرق نسبت به گذشته ها خیلی محسوس است، شما احساس میکنید. خود برخورد اونها با شبهاتی که مطرح میکنن، خود برخورد اونها نسبت به خانم ها چطور است؟ معامله که با خانم ها دارن غیر از مواردی که ذکر میشه در محیط خانواده، در محیط خانه. حالا مثلا شاید گفته بشه که کسانی رو که میارن در این بازارها فروش میره اینا غیر خودشون هستن یعنی غالبا، اما برخورد خود خانواده های اونها با هم دیگه، فرهنگ اونها با هم دیگه چگونه است؟ گرچه این عمل یعنی در اجتماع غربی هم محکوم است. یعنی شما اوجا مثلا یک کسی یک خانم را، یک دختر خانم را اگر مثلا بگوید که خود دختر بازاری هستی، خیلی رنج میبره، یعنی مثل توهین احساس میکنه. اونا هم در این معمولا به حساب فطریش اگر مطرح بکنیم اونا این رزشت میدانن، ولیکن یک عمل غیر از این کار که اگر اینا خودشون در معرض فروش نگذاشتن، ولی این عمل خودش در حد خودش که رضایت داشته باشن، سکوت در برابر این نشانه چیزی نیست. پسر بچه‌ای که در اونجا با یک دختر رابطه دوستی نداشته باشه، اینا در اجتماع مریض معرفی میشن. حتی باید یک نفری باشه سلام علیک داشته باشه. آره، باید روابط اجتماعی از اینا قسمی باشه که دختر و پسر با هم خلوت کنن، هر کار برشان اجازه هست. ولیکن همه عنوانی که میکنن خشونت، این اگر خشونت باشه این باز جرم است. اگر خشونت نباشه هر کار دلشان شود آزاد هستن. با وجود همه آزادی هم که در اونجا هست، ولی این کار تنفروشی محکوم است در نزد فامیلایی که در اونجا زندگی میکنن. ولی سکوت مراکزی که این چیزا را هم تقبیح میکنن در جای دیگه، چرا در برابر از این مافیا اینا ایستادگی نمیکنن؟ این سوال است. پس معلوم میشه که اینا یا با اونا رو نمیبینن یا ای که سکوت میکنن. برمیگرده به تضاد به هر حال باور اونها در نسبت به آزادی و شعارهایی که میدن و حقیقتی که در میدان عمل وجود داره. اجازه بدید همین موضوع رو با جناب دکتر هم مطرح بکنیم. جناب دکتر، نظر شما درباره آن شعاری که مطرح میشه در غرب و در اروپا و آمریکا درباره دفاع از حقوق انسان ها به صورت عموم و حقیقت موجود در جامعه چی هست؟ در غرب ما اصلا مفهوم حقوق انسان یک مفهوم بسیار متأخری هست. غربی ها با تقریبا 2 قرن پیش در سالهای 1815 بود که اولین بار دم از حقوق انسان زدند و بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از کشتن به اصطلاح هزاران و میلیون ها انسان، تازه اومدند که یک قوانینی رو وضع کنند برای رسیدن به یک حق و حقوقی
برای یک فرد. حقوق بردگی مطرح شد، حقوق آزادی ها مطرح شد، اما این خب به هر حال یک تلاشی است برای رسیدن به یک حقوقی و طی زمانهای مختلف این حقوق کم و بیش میشه، قدرت میگیره، شدت میگیره، چیزی اضافه میشه، چیزی کم میشه، در حالی که در دین مبین اسلام حقوق انسان به عنوان یک فرد به اصطلاح انسان، صرف نظر از دیانتش، صرف نظر از مستوای زندگیش، وضع اقتصادیش، به اصطلاح رنگش، شکل و قیافش، موقعیت اجتماعیش، چون که انسان هست یک به اصطلاح حقوقی داره و این حقوق قانون بندی الهی است که اینها ملزم هست بر هر فردی، باید این حقوق رو مراعات بکنه در حق دیگران. و ویژگی که اسلام داره این هست که در غرب مثلا ما این حقوق رو داریم و یک قانونی هست که از این حقوق به اصطلاح حمایت میکنه که اون دولت حاکمه باشه و همونطور که استاد اشاره فرمودن بنا به سیستم سیاسی این قدرت دولت حاکمه نیروی به اصطلاح سلطان در جایی به اصطلاح ضعف داره، در جایی قوت داره، در جایی میتونه پیگیری کنه، در جایی نمیتونه، در حالی که در ویژگی که حقوق انسان در اسلام داره این هست که این حقوق رقابت الهی رو همراه داره. یعنی اینی که هیچ انسانی نمیتونه تخطی کنه از این وظایف. ادای حقوق شد وظیفه، شد یک مسئولیت، کوتاهی در اون میشه یک گناه. یعنی وجدان انسانی اون رو مجبورش میکنه که به این حقوق پایبند باشه، حالا چه رقابت دولت و نظام باشه یا نباشه. رقابت الهی مد نظر هر فردی هست در ادای این حقوق. پس این حقوق یک هدیه. جناب دکتر ظاهراً ارتباطشون با ما قطع شد و درباره تفاوت دیدگاه اسلام نسبت به حقوق انسان و دیدگاه غرب نسبت به حقوق انسان صحبت می‌کردن که دیدگاه اسلام یک دیدگاه الهی است. جناب دکتر ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم. قربان. بله، پس این به اصطلاح دیدگاه اسلام با غرب زمین تا آسمون فرق میکنه. مسلمون موظف هست از جانب خداش که این حقوق رو در حق همه انسانها رعایت کنه، تا هنوز که هنوز هست. و غرب در پی به اصطلاح قانونمندی هست، در پی گذاشتن حقوق هست. باز هم ویژگی هایی که اسلام برای فرد و برای ادای حقوق اجتماعی گذاشته هنوز غرب اونها نرسیده. حقوق یتیمان، حقوق همسایه، حقوق پدر و مادر، حقوق افراد در داخل خانواده، حقی که پدر مادر بر فرزندان دارن، فرزندان بر پدر مادر دارن، حق بزرگتر، حق کوچکتر، حق خواهر برادر، همه این مسائل ریزکاری های به اصطلاح حقوقی که اصلا هنوز به اصطلاح عقل غربی نتونسته اونها رو هضم کنه. اصلا خانواده در غرب متلاشی شده. اون وقت ما بیایم حق پدر و مادر رو مطرح کنیم یا حق فرزند رو مطرح کنیم، قضیه ازدواجش، قضیه به اصطلاح رسیدگیش، قضیه رسیدگی به فقیران و مستمندان، این فقیران و مستمندان از خانواده باشند، از خیشان باشند، از دوران باشند، همه اینها حقوق خاص خودشون رو دارند. قوانین بندی اسلامی ملزم هست در حق همه افراد، در حق به اصطلاح شوهر در مقابل همسرش، همسر در مقابل شوهرش، حق به اصطلاح مادی که زن بر به اصطلاح شوهرش داره، حق رقابتی که پدر بر و مادر بر خانواده دارند. ریزکاری هایی هست حقوقی که به اصطلاح هنوز عقل غرب نتونسته به اونها برسه و براش به اصطلاح درک اونها به اصطلاح مشکل هست. قضیه دو جنس های مخالف
که اسلام به هر یکیشون مسئولیت هایی داده بنا به اصطلاح قدرت جسمانی، بنا به مراعات طبیعت نفسانی، روحی، روانی و توانمندی هایی که در زن هست و در مرد هست. هر یکی حقوقی رو برای خودش داره و مسئولیت هایی و واجباتی، در حالی که غرب در یک به اصطلاح در یک گمراهی و در یک سرگردانی به سر میبره. هنوز نمیتونه تفکیک جنسیتی رو تعریف کنه و اون رو بتونه هضم کنه. این باعث شده که به هر حال همونطور که استاد اشاره فرمودن زن بشه یک کالای شهوت مرد، زن بشه یک برده، زن در غرب بشه عبارت از یک به اصطلاح اعلان تبلیغاتی، اعلان بازرگانی، بشه پوست یک صابون، بشه نمیدونم یک چیزی به اصطلاح فاقد ارزش و اعتبار. همینه که به اصطلاح ما میبینیم که بیشترین افرادی که در غرب، بنا به آماری که سخن میگه، بیشترین افرادی که از غربی ها که به طرف اسلام میان زنها هستن، چرا که زن در اسلام شخصیت خودش رو پیدا میکنه، ماهیت خودش رو میشناسه، کرامت انسانی خودش رو احساس میکنه و از این لذت میبره و احساس میکنه که یک انسان شده بعد از اینکه یک آله شهوت یا آله بازرگانی بود و انسان مقابل یا مرد به اون ظلم میکرد و از اون بار و اون به اصطلاح سختی و کاری رو انتظار داشت که طبیعت جسمانی اون، طبیعت عاطفی اون، فطرت زنانگی اون با اون به اصطلاح در تضاد بود. پس ما با یک دین کاملی مواجه هستیم، با یک دینی به اصطلاح در غرب داریم یک پیامی رو به غربی ها و به شرقی ها میرسونیم، به انسانیت میرسونیم که این حکایت حقوق انسان در اون ریزکاری هاش تعریف شده، نه به اصطلاح پلاکاردهای بزرگ غربی که هر آنچه که امروزه غرب از حقوق اسلام، حقوق انسان حرفش رو میزنه، این یک جزئی از اون حقوقی هست که اسلام به انسان داده و مرور زمان این رو ثابت خواهد کرد. تا عقل غربی بیشتر رشد میکنه، تا به اصطلاح انسان به سوی انسانیت خودش بیشتر میاد، به همین اندازه به اسلام نزدیک و نزدیکتر میشه. حقیقتا جناب دکتر مواردی که شما اشاره فرمودید حتما بینندگان عزیز هم به بخشایی از این ریزکاری ها واقف هستند. نکات بسیار مهمی است که عزیزان بیننده، ما عجیبه که حالا از یک طرف غرب ما رو متهم میکنه به نادیده گرفتن حقوق انسان و حالا شده دایه دلسوزتر از مادر و حقوق بشر و حقوق بشر و حقوق زن، و وقتی هم که زن رو تعریف میکنن این حقوق زن کی میشه؟ زن دختر زیبارویی که در جوانی میتونه وسیله‌ای برای تبلیغات باشه به فرموده جناب دکتر و یا بازار شهوت رو به فرموده جناب استاد گرم میکنه، این میشه زن. این زن فقط، یعنی در تعریف زن این زنه، اون زن بیوه‌ای که با بمب‌های خوشه‌ای در سوریه و در افغانستان و در عراق به دست همین کفار و همین غربی ها و همین آمریکایی ها کشته شد، اون که اصلا جزء جامعه بشری نیست، چه برسه که حقوقی داشته باشه، اونها رو که فراموش کردن. یعنی تضادها واضح و آشکاره. ما در دین مبین اسلام نه تنها نسبت به حقوق انسان ها، نسبت به حقوق حیوانات حدیث داریم، نسبت به حقوق حیوانات ما عقوبات داریم. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود که زن مؤمنه‌ای به خاطر اینکه گربه‌ای رو در گوشه خانه حبس کرده بود و نمیگذاشت بره شکار بکنه و اینکه به اون غذا بده، غذا هم بون نمیداد، نمیذاشت که بره شکار هم بکنه و این گربه در اون قفس فوت کرد و مرد و الله تعالی این زن رو به دوزخ فرستاد و همون شخص، یعنی همون زن، به وسیله همین گربه در اونجا عذاب خواهد شد. و در مقابل باز زن دیگری بود که به هر حال به خاطر آب دادن به یک سگ، زنی که خودش به هر حال زن سالمی هم نبود، به بهشت رفت، الله تعالی اون رو بخشید. درباره حقوق گیاهان ما صحبت داریم و ما روایت داریم، ما حدیث داریم،
ما درباره قیامت برپا، در حالی که میبینید داره قیامت برپا میشه، شاخه درختی دست شماست، اینو بکارید. ما درباره حتی فضای سبز، ما دین مبین اسلام برای ما صحبت کرده، یک موجود زندگی که فقط در حد یک رشد، حالا اون احساسش به جای خود هنوز نرسیده. ما درباره اینها دستور داشتیم از 1400 سال پیشی که غرب اصلا نمیدونست زندگی یعنی چی. تا 200 سال پیش قبل از جنگ‌های صلیبی اصلا تمدنی به اسم تمدن غرب شناخته شده نبود. یک زندگی داشتن، زندگی که در جنگل زندگی میکردن، لباسی رو که میپوشیدن تا وقتی که پاره نمیشد از تن در نمی آوردن. در همون موقعی که این وضعیت در غرب اتفاق میافتاد، ما در بغداد بیش از 2000 حمام عمومی داشتیم که برای به هر حال کسانی که میرفتن و اونجا خودشون رو میشستن و از بهترین امکانات برخوردار بودن در خلافت اسلامی آن زمان. و حالا به هر حال طوری شده که دیگه تبلیغات دستشون هست و هر چی بخوان میگن. جالب بود برام، در میان برنامه با جناب استاد صحبت میکردیم، گفتن که اینهایی که نام دم از دفاع از حقوق زن میزنن و ما رو متهم میکنن به خشونت، بنا به اعتراف خودشون خشنترین مردهای روی زمین در برخورد با خانم‌هاشون در محیط خانه مردهای آلمانی معرفی شدن. این برام جالب بود. جناب استاد در این مورد اگر یک صحبتی بکنید. آلمان همیشه یعنی به هر حال صحبتی که میشه، مردم آلمان همیشه به عنوان انسان‌های متمدن، انسان‌های بدون شک، این برای همه این گونه نیستن، یعنی جامعه رو ما نباید همیشه اینجوری ببینیم، اما این که خودشون اعتراف میکنن که خشن‌ترین مردهای دنیا مرد آلمانی است، چگونه است وضعیت؟ اینا معمولا احصایی که میگیرن یک عده خاص را شمار میکنن، مثلا 100 نفر، 100 نفر حساب میکنن، در این 100 نفر مطالب مختلف را عنوان میکنن، مثلا خشونت هست یا مهربانی هست، عطوفت و امثال از اینا. بعدش باز احصایی گیری میکنن که حساب میکنن چند نفر از اینا، وقتی میبینن که همین 100 نفر یک در آلمان بوده، 100 نفر یک در فرانسه و در کشورهای دیگه بوده، حساب کردن که خشن‌ترین مرد در خانوادهش آلمانی برآمد. طبعا آدمای مهربان هم که هست نسبت به درصدی که گرفته شده و آماری که گرفته شده، این معمولا همونطور کردن. این مسلمان هم نگرفتن این آمار، خود اروپا گرفتن. متهم نکنن که باز شما ما رو حتی در برابر اطفال بعضی کلیپ های هست که اینا خودشون پخش میکنن، یک پدر نشان میده که پسرش ممکن است تازه را میگرده، حفاظه یا چیزی که بسته میکنن که تر نکنه جایش یا کثیف نکنه. بله این نوزاد است اما را میگرده. این طفلک که افتیده ای چیزیش، فرش خانه کثیف شده، پدر وقتی را میبینه که فرش خانه را کثیف کرده، با دستش همین مثل که پلنگ یک آهو بچه را بگیره ببره، این از این گردنش میگیره. این فیلم است، میاره در کمود. این فیلم واقعی است، فیلم واقعی است، در همین میگذاره آب ایلا میکنه. این پسرک مثل که آهو در دندان پلنگ خودش تکان بده، و به این شکل 2 بار 3 باری را پچق میکنه در کمود و آب روان میکنه، آخر میموره طفل. الله اکبر، استغفر الله، سبحان الله. خشونت که شاه و دم نداره دیگه. حالا یک مشکل در خانواده یک مسلمان پیدا شده، ایره همیشه عنوان کردن که مرد مسلمان با زنش خشونت میکنه، با خانواده خشونت میکنه، و ایره باز نسبت میدن چون مسلمان است. سبحان الله. جناب ما در بحث نظام خانواده، مرد باید بره کار بکنه، باید بره زحمت بکشه، باید خرج خانواده‌شو در بیاره، باید نفقه خونه رو پرداخت بکنه، بدون اینکه از خانم هیچ به هر حال نفقه گرفته بشه در مخارج خونه. هیچ خانم بشینه نمونی گوشه ملکه خونه باشه و فقط بره مرد بره خدمتشو بکنه، از هر جایی که در میاره باید بره در بیاره دیگه، مرد خونه است، وظیفشه بره بیرون کار بکنه، پول بیاره. در غرب چگونه است؟ این نظام هست که خانمی بشینه و شوهرش بره کار بکنه و بیاد؟ چون کشورها خودش مصرفی هستن، نظام رو طور آماده کردن که باید زن و مرد هر دوش کار بکنن. اگر هر دوشون کار نکنن مخارجشون کفایت نمیکنه، چون نظام مصرفی هست. هر سال حال ممکن است بعض اقتصاد در اونجا هم که خراب شده. قبلا شما میدیدین که
وسایل فرش و ظرف خانیشان سال که پورم میشد بیرون میکشیدن، مد نو عوض میکردن در حالی که از کارآمد است، کار میکنه. ماشین سال نو، همیشه این چیزا بوده. بر ترتیب ما یک مصاحبه را که ایران نشر کردن، تلویزیون پخش میکرد، با خانم هایی که کار میکردن مصاحبه میکرد که آیا از کارت خوش هستی؟ یعنی درصد بالایی از این خانم ها از کارشان ناراض بودن. یکی از اون خانم ها میگفت که من هوس میکنم کاش که من یک زن مسلمان میبودم. زنای مسلمان ملکه هستن، در خانه نشستن، مرد در خدمتشان است. این زنه که مسلمان نیست ولی فهمیده مطالعه کرده که خانمای مسلمان در خانه ملکه نشستن، مرد بیچاره است که میتپه. جناب استاد، این جمله رو خواهران عزیز غالبا خواهران نسبت به صحبتایی که ما مطرح میکنیم نقد میکنن، صحبتای ما رو که شما همیشه از مردا حمایت میکنید جلوی دوربین. احساس میکنم بیشتر خواهرانی متوجه میشن که در اروپا زندگی میکنن. خواهرانی که در جامعه فارسی زبان هستن ندیدن که چه میگذره. قدر نعمت هم میگن کسی میفهمه که از دست داده باشه. اون بیچاره که محروم هستن از این ناز و نعمتی که طبعا منظوری گپ نیست که راستی اونا ملکه باشن. یعنی او غربی وقتی مقایسه میکنه خودش مقایسه میکنه. اصلا همین خانمم که راننده یک موتر بزرگ کامیون به حساب این راننده بود، با این که وقتی صحبت میکرد میگفت ما خسته شدیم. کاش خانم پشت ماشین بزرگی که 10 تن بار میبره، 10 تن نیست 40 تن بار میکنه، این خسته شده بود. کاش که من مسلمان میبودم که مثل ملکه در خانه میبودم و شوهرم خدمت میکرد. جناب استاد، غیر از شبهاتی که در این باب مطرح میشه، شبهاتی که در بحث بیشتر اجتماعی و نحوه تعامل بردار میشه، در بحث شبهاتی که شبهات اعتقادی که مطرح میشه، احساس میکنید که چه شبهاتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته از سمت جوانان مسلمان در جامعه اروپا؟ و حالا بیشتر باز منظور من فارسی زبانهای خود ماست، بیشتر چه شبهاتی رو شما دیدید که احساس خطر میشه از این شبهات و استقبالی که از این شبهات شده تا خانواده‌های عزیزی که برار هستن و واقعا هم بسیار از خانواده فارسی زبان ما اهتمام دارن نسبت به فرزندانشون و بیشتر متوجه باشن که این شبهات غالبا شبهاتی هستن، شبهاتی که مثلا یهودی و مسیحی مطرح میکنه غالبا مشخص است. مثلا درباره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تا آمریکایی‌ها اومدن و کاریکاتوری کشیدن، جز اینکه محبت نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم مطرح بشه چیز دیگری به هر حال حاصل نشد. اون چیزهایی رو که احساس میکنید که بیشتر نیاز هست کسانی که در اروپا زندگی میکنن علی خصوص والدین متوجه باشن، چه شبهاتی است بیشتر؟ یک دو مطلبی هست که من احساس میکنم شاید که تنها در اروپا نباشه، در اکثر کشورهای خود ما هم باشه، مثلا در کشورهای مسلمان که یک عده به حساب ما بگویم خودشان دانشمند یا متفکر یا کسایی که دنبال حقایق میگردن، میخواین تجارب به دست بیارن، تحقیقات بکنن، اینا هم آله برای ذهن مسلمان ها را مخصوص ساختنش کار میکنن. یعنی در جامعه اسلامی یا غیر مسلم؟ در جامعه اسلامی که به نام خودشان عنوان میکنن خودشان مسلمان هستن، ولی افکار را ایجاد کردن، افکار را پخش میکنن که اینا ضربه شاید از فرموده شما که عیسوی اگر یهودی است، اگر دشمن هست، این که مشخص است که این باید این کار بکنه، از فطرتش است که باید دشمنی بکنه. ولی کسایی در لباس اسلام شاید هم بعضشان، ما برداشت خودم است که موظف شوند که باید این کار بکنن، ذهن مسلمان ها را مخشوش کنن، در رابطه با پیغمبرشان شک و شبهه ایجاد کنن، در برابر احادیث، در برابر قرآن، در برابر علما باید اینا یک نظر دیگی پیدا بکنن. این چیزا خطرناکتر است که امروز جوانای ما، حتی بزرگای ما، در مشکل این رقم افکار مواجه هستند. بعضا شبکه‌های تلویزیونی که هست به زبان فارسی اینا پخش میکنن، به زبان محلی ما مسلمان ها پشتو و اینا در اینجا هم یک عده مفتی ها پیدا شدن، فتوا میتن عکس و چیزایی را که در اسلام برای ما
ما رو مکلف میدانن. اینا هم سر میراث گپ میزنن. مثلا کسی هست میگه که باید تجدید نظر شود، باید حق خانم یا زن و مرد باید مساوی شود. این شخصی که این صحبت رو میکنه به هر حال خود رو مدافع قرآن هم مینامه. از طرف قرآن گپ میزنه، گویا از طرف اسلام گپ میزنه. و این اشخاص امروز، یعنی شاید هم بیننده های از اینها زیادتر یا مشوقین از اینها حتی چپی ها هستند، کسایی هستند که دشمنی دارن از سابق با اسلام، سکولارن یا کسایی که علمانی یا سکولار هستن. اینا هستن، اینا زیادتر تشویق میکنن. عالم میگن ما اسلام فهمید. چه خب عالم ماشاءالله که شما تا دیروز هم برای ما عکس از اینو میگفتن. اینا مشوقینشون هستن. نمونه از شبهاتی که مطرح میکنن مثلا همین بس ارث و میراث هست. بله. کسی از خودش دکتر هم میدونه، عنوان میکنه که ما در اسلام خیلی تحقیق کردیم، این حقوق باید دوباره اعاده شود. یعنی این آیه قرآن که نازل شده دیگه تاریخش نعوذ بالله تمام شده. نعوذ بالله. کسایی هم از اینا بالاتر که اینا در صحبتایشان دو دشنام میتن، اهانت میکنن. مثلا ازدواج رسول الله صلی الله علیه و آله با بیبی عایشه رضی الله عنها زیر سوال میبره که یک مرد پیر نعوذ بالله با یک دختر خردساله، باز دلایل میاره و باز چیزا. قصد هدف زدن خود رسول صلی الله علیه و آله، اما به نام دفاع از رسول و یا دفاع از زن، در حالی که همون زن هم میخواد محکوم بکنه، یعنی همه رو میخواد بزنه، همه گیر محکوم میکنه. یا یک دیگه هم که عقلگرا شدن، هر چیز باید عقل، اگه عقلش کار نکرد با عقل جور در نیامد خلاص. این ما عقل جمعی مثلا. کدوم عقل؟ عقلی که ما انسان ها داریم، اما اللهی که به ما این نعمت داده، همین صاحب عقل هم ما زیر سوال میبریم. نعوذ بالله. عقل خالق عقل رو زیر سوال میبریم. خالق عقل. و در رابطه با خود قرآن یکی در کسایی هستن حالا عنوان میکنن که این قرآن چیزی که پیامبر میگه ادعا کرده، نعوذ بالله، این وحی نبوده، این خواب دیده، رؤیاهای نبوی، و یا قرآن نعوذ بالله به نام خوابنامه. بسیار با جرأت و خودشان هم یک متفکر اسلامی، اونا میخوان در اسلام نوآوری کنند. اسلام باید تجدید نظر شود، درش باید صحبت شود. نعوذ بالله. و این افکار امروز در جامعه، خصوصا در بین جوانها، یک قسم مثل که کسایی که از پابندی به مناسک اسلامی و به عبادات که الله عزیز حرام و حلال، اینا رو مثل که برشان آسان بسازن. دلیل این استقبال رو در چی میبینی جناب استاد؟ یعنی احیانا خب این تفکر مثل این که بگن قرآن نعوذ بالله خوابنامه است یا وحی نبوده، یا نیاز به بازنگری داره از اول بعضی از احکام قرآنی که نصوص ثابته است تا قیام و قیامت. ما تمام امت اسلامی 1400 سال بر این باور بوده که این کتاب نه تحریف شده و نه تحریف خواهد شد و نه تغییر خواهد کرد. چرا کسی که به هر حال این آیات رو فرستاده عالم الغیب است و به هر حال خالق کل جامعه انسانی است و تا قیام قیامت خواهد بود. این تفکر خطرناکی است، یعنی بدون شک. دلیل پذیرش این را از سمت کسانی که متأثر میشن از این شبه شما در چی میبینید؟ من گمان میکنم یک سلسله کتاب‌های هم هست در دسترس مسلمان ها. شعرای هم ما داریم که یک ده مدیون اشعار از اینا هستن، گویا هر چیزی که یعنی نعوذ بالله ما ایره چیز میخوایم بگویم که قرآنی که هادی انسان است، به دنبال از این کتاب کسی نرفته، کتابای دیگه در دسترسشون قرار گرفته شده، افکاری که شاید این فکر تازه نباشه، ممکن است از دوران اولی سینا و فارابی اینها آب بخوره که اینا یا قرآن مخلوق است یا امثال از این چیزا. افکاری بوده که دوباره حال اینا از او فکر، مثل که یک کسی کوشش کنه یک گپ تازه بزنه که مردم بگن ها این حرف از علم از ایناست، از نبوغ از ایناست، از استعدادشان است، در حالی که این دنباله یک فکره که
حداقل تفکر مطروب باطل شده است بودن در یک لباس جدید، در یک مطرح لباس میشه. جدید. بله. و اینا راه آسانش هم که یافتن چون از قرآن بیخبر هستیم ما. قرآنی که ما رو راهنمایی میکنه. مثلا آقای خدا رحمتشون کنه برقعی وقتی به قرآن رجوع میکنن این سیراب میشن، چشما روشن میشه. یکی دیگه هم که افکار قبیلیشان چیز نیافتن، وقتی گور ترک میکنن یا میخواین یک طرف دیگه برن به یک جای غیر از قرآن رجوع میکنن، ترکستان میرسن. گفت شما به ترکستان این است که اینا رو به مشکلات روبرو میکنه. حالا پذیرش از این حرفا هم که یک فکر میگه گپ جدیدی است و شعارهای زیبا میتن، مثلا عقل، علم، گویا اینطور عنوان میکنن که اسلام با عقل ناساز باشه یا اسلام علم کدش کدام مشکل داشته باشد، در حالی که اسلام آمد که عقل و اینا رو رشد داد و علم. خود اولین جمله‌ای که از قرآن کریم نازل شد اقرا، بخوان. مثلا امت علمی، امت خواندن هستیم. چقدر در آیات قرآن درباره تعقل و تفکر و تذکر و اینا صحبت شده. من فکر میکنم که در این رابطه کمک صحبت زیاد شود. افکار ما حتی از افغانستان هم بعضی چیزا رو میشه در ایران، شاید در تاجیکستان کسایی که لغت فارسی صحبت میکنن و متأثر از این حرفا رو میشنون، یک گپ تازه هست برشان. حالا یک مرجعی که ایره حلاجی کنه که آیا همین حرف وزنش چقدر است، آیا این قابل پذیرش هست نیست، او میاره که ازش استفاده نمیکنن به یک چیز دیگر رجوع میکنن. من حتی همین چیزی را که شاید این حرف ما برای شنونده، برای یک دست شنونده شاید وزنش قابل چیز نباشه، قابل درک نباشه، حداقل بگیم شاید این حرف من بیگانه باشه که یک ده از قرآن رها کردن به دنبال کلیات و دیوان و چیزای شعرا میرن. در بعض اشعار ممکن است مثلا مولانا بسیار جای شعرهای بسیار زیبا داره، این وقتی که میخوانن دوباره وقتی جای دیگه هست که رفته به یک جایی که انسان گمراه میکنه، اونا را اینا نمیبینن، مثل که آله از همون اشعار هم استفاده میکنن. این کسایی که یا خودشون گمراه شدن یا مردم میخوان گمراه کنن یا اینا قصدن میکنن یا راستی دنبال حق رفتن ولی نیافتن حق. جالب به استاد شما اشاره فرمودید که آیات قرآن کریم در نزد این عده قابل نقد هست، اما اشعار فلان شاعر قابل نقد نیست. متاسفانه این جای سوال داره. اگه اجازه بدید این موضوع رو از زبان جناب دکتر هم بشنویم. جناب دکتر، نظر شما در باره آنچه که استاد مطرح فرمودن در این قسمت آخر، شبهاتی که جدیداً عده‌ای دارن به هر حال نشخوار میکنن آن چیزی رو که به هر حال در لابلای تاریخ پیدا کرده بودن از صفحات مندرس بعضی از کتاب‌هایی که دیگه پوسیده بود، و یک عده متأثرن متاسفانه از اینها. شاید حالا شما در محیط دانشگاهی به عنوان یک استاد دانشگاه آشناتر باشید با کسانی که متأثر هستند. ریشه این تأثیر رو در چی می‌بینید شما؟ در حقیقت وقتی که استاد بزرگوار داشتند این حرفای شیواشون رو میزدن، من بیاد اون بچه دهاتی افتادم که رفته بود شهر، زرق و برق شهر رو دید، دیگه خودش رو گم کرد، دست و پاش رو گم کرد، شروع کرد به فحش دادن به روستایی که به اصطلاح باعث تخلف اون شده بود. این پوستین ظاهر شهر رو دیده بود و از اون عادات و رسوم و عمق روستا غافل بود. در واقع ما با همچنین افرادی که یک نوع بیماری خود کمتربینی مبتلا هستند و خودشون رو نشناختند، افرادی که علمبردار همچنین افکاری بودند و به اصطلاح خودشون رو عقلگرا مطرح می‌کردند، از غالبشون یا سرکرده هاشون رو وقتی ما در تاریخ معاصرمون می‌بینیم، همچنین افرادی هستند، جوانهای ناپخته شرقی که از دیانت اسلام به دور بودند، قرآن رو نمی‌شناختند، در یک خانواده بله مسلمان به دنیا اومده بودند، اما از میراث اسلامی و از عقل اسلامی هیچ بهره ای نبرده بودند، فرهنگ اسلام رو نشناخته بودند، میراث
فرهنگی اسلام رو، دین اسلام رو خوب هضم نکرده بودند و اینا بورسیه پیدا کردند، رفتند به غرب. وقتی که در اون غرب اون به اصطلاح پیشرفت تکنولوژی رو دیدن و چشمهاشون به اصطلاح به زرق و برق غرب خیره شد، اینا اومدن تو تیوار اون شبهاتی رو که غربی ها و به اصطلاح غرب یا شرق شناسان و مستشرقین در اونجا به اصطلاح روش کار کرده بودند و مطرح کرده بودند، در سطوح آموزشی اونجا مطرح بود و اینها قصدن هم به خورد اینها داده میشد، اینها رو میگرفتند و می اومدن در کشورهای ما و الان هم هستند نشخوار میکنند. این افراد به هر حال هرچه به اصطلاح نگین و لؤلؤ رو بگن که این خرمهره است، این خرمهره نخواهد شد و این به اصطلاح دلالت میکنه بر جهالت خود این افراد. وقتی میان به اصطلاح حرف از عقل گرایی میزنند، در حالی که اسلام دیانتی هست که یا تنها دیانتی هست که به عقل بها داد و عقل رو به اصطلاح اصلا دین اسلام دین عقل هست، دینی که به اصطلاح شما خدات رو باید با عقلت بشناسی و بهش برسی. ایمان در دین اسلام یعنی چی؟ یعنی اینی که من خدا رو شناختم و به اون ایمان آوردم. ایمان همون باوری هست که انسان به اصطلاح با عقلش، با درایتش به اصطلاح به اون میرسه. اینها میان به اصطلاح همون چیزایی که غربی ها در مورد قرآن میگن، در مورد حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن، این رو میارن نشخوار میکنن، در حالی که خودشون نه چیزی به اصطلاح نه آگاهی از قرآن دارن و نه از حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. تا حالا درک نکردند که قرآن چیست و حدیث چیست و تار و پود قرآن و حدیث به چه گونه‌ای به هم آمیخته هست. این رو درک نمی کنند. میان میگن که آقا قرآن هست و قرآن برای ما کافی است. همه گفتن، ما هم میگیم، قرآن هم میگه که قرآن برای ما کافی است، اما قرآنی که به ما میگه که قرآن برای ما کافی است و ما به اصطلاح کتاب قرآن کتاب ماست، همون قرآن میاد پیامبرش رو معرفی میکنه و پیامبر در قرآن و تار و پود سنت در قرآن این چنان به هم آنچنان به هم آمیخته شده است که این افراد اصلا به عقلشون نمیرسه و این رو نمیتونن درک کنن، چون که همونطور که استاد فرمودن از قرآن بیگانند، از سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بیگانند، چیزی از سنت سرشون نمیشه. یک افراد بی سواد همه فن حریف که دم از هر چی میزنن، کسی که میاد مثلا طوری که استاد به اشاره کردن طعنه میزنن بر میراث در دین اسلام، این افراد اصلا فرهنگ اسلامی رو نشناختند، اصلا نمیدونن میراث یعنی چی. یک کلمه شنیدن، یه مستشرقی گفته که آقا زنها در اسلام بیش از مردها میراث میبرن، مردها 2 برابر زنها میراث میبرن، همین رو به اصطلاح تو دیوار دارن تکرار میکنند و این به اصطلاح افراد سطحی نگر اصلا از علم میراث آگاهی اگر می‌داشتن می‌دیدند که در میراث اسلامی بارهاست که زن میراث میبره و مرد هیچی نمیبره، بارهاست که مرد میراث بیشتر از زن میبره و یک موردی هست که مرد 2 برابر به اصطلاح زن میراث میبره. پس ما با یک علم روبرو هستیم که شاخه‌ها داره، وضعیت‌های مختلف اجتماعی رو در نظر گرفته، موقعیت‌های مختلف فرد رو، جامعه رو، افراد مختلف جامعه رو به اصطلاح مد نظر گرفته. این زن کی باشه؟ مادر باشه، دختر باشه، خواهر باشه، عمه باشه، کی باشه؟ به اصطلاح چقدر حق میراث داره و چقدر در مقابل این زن افراد اطرافش به اصطلاح مسئولیت ها دارن. در واقع همه این میراثی که زن میگیره در واقع یک هدیه هست در مقابل هیچ گونه مسئولیتی برای یک نوع به اصطلاح دلداری دادن برای این خانومی که به اصطلاح یک عزیزی رو از دست داده. این مسائل برای اون غیر قابل هضم هست. وقتی میاد به اصطلاح شهادت زن رو که به اصطلاح آقا 2 تا زن
شهادتشون مثل یک مرد هست، پس این ظلم هست به مثلا خانم ها، در حالی که این افراد نه از شهادت چیزی سرشون میشه، نمیدونن مثلا قانون قضاوت و دادگستری چی هست، حتی قرآن رو نفهمیدن که قرآن اینجا نمیاد به قاضی بگه که آقا قاضی شما بیا اینطوری حکم کن. قرآن اینجا مد نظر داره حفظ حقوق انسانها رو، که در حفظ حقوق انسانها هر کسی جایگاه خودش رو داره، هر کسی نقش خودش رو داره. بعد از اون قضاوت هست، تنها قضیه به اصطلاح در محکمه یا در دادگاه قضیه شهادت نیست، موارد دیگه ای هست که قاضی اونها رو مد نظر میگیره. این به اصطلاح یک پکیج کامل قضاوت برای اونها غیر قابل هضم هست. یک کلمه ای از یه جایی شنیدن، اون رو هم دیوار و احمقانه دارن تکرار میکنند. وقتی میان مثلا دم از ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میزنند که آقا پیامبر با یک دختر خانم کوچیکی ازدواج کرد، این افراد نافهم تا حالا درک نکردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زندگیشون از تمام ابعاد به اصطلاح زیر نظر مشرکان اون زمان بود. و اون مشرکان اون زمان که دنبال هر گونه نقطه ضعفی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودند، نتونستند هیچ نقطه ضعفی رو پیدا کنند. این تازه به دوران رسیدن های ما دارند به اصطلاح برای ما پیامبر رو زیر سوال میبرند. این افرادی که غرب زده هستند و غربگرا هستند، این افراد بسیار به اصطلاح خودشون عاقل نمیدونند که تا قرن به اصطلاح 19 در همین آمریکایی که اونا سنگش رو به سینه میزنند، سن ازدواج برای خانم ها 10 سال بود، یا تا سال 1911 قانون بریتانیا سن ازدواج رو 12 سال به اصطلاح مطرح کرد. ما بیاییم تاریخ رو، فرهنگ‌های مختلف جوامع بشری رو بیاییم با عقل‌های امروزی خودمون و با خواسته‌های خودمون و با به اصطلاح نگرش‌های سطحی خودمون زیر سوال ببریم، خیلی بیانگر خیلی حماقت و خیلی نفهمی هست. این افرادی که میان دم از آزادی میزنن و اینی که اسلام آقا به انسان آزادی نداده، اینا چی میفهمند که آزادی یعنی چی؟ آزادی مادی یعنی چی؟ آزادی معنوی یعنی چی؟ چطور اسلام آزادی‌های شخصی رو در مورد کرامت انسان، ضمانت سلامت فرد در مالش، در ناموسش، نمیدونم آزادیش انسان در محیط زیستش، در رفت و آمدش، در تملک و دارایی و داشتنش، در کار و فعالیتش، اینها رو چگونه حفظ کرده؟ انسان چگونه، اسلام چگونه آزادی‌های معنوی افراد رو، آزادی اعتقاد، آزادی در بیان عقاید و افکارش، آزادی انجام شعائر دینیش، آزادی در رأی و اندیشه است، آزادی در امر به معروف و نهی از منکرش، منع ظلم و به اصطلاح نشر عدالت رو، آزادی در آموزش، آزادی سیاسی، اینها رو چگونه به اصطلاح اسلام برای افراد جامعه ضمانت کرده. این همه این منظومه اسلامی، این همه به اصطلاح دلالت‌های اسلام رو اینها درک نمی‌کنن، نمی‌فهمن. خود چطور میتونن بفهمند وقتی که از قرآن بیگانه‌اند، وقتی که از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیگانه‌اند؟ تنها یک حرفی رو به اصطلاح شنیدند، یک چیزی یک جایی تو تیوار به اصطلاح به گوششون رسیده و اون رو تو تیوار دارن به اصطلاح نشخوار میکنن. این افراد در واقع برمیگرده به اصطلاح بیماریشون به یک بیماری خود کمتربینی و ناآگاهی به خود و داده‌ها و میراث به اصطلاح دینی خودشون، میراث فرهنگی خودشون. اینها به اصطلاح مثل همون به اصطلاح بچه دهاتی هستند که یهو چشمشون رو به زرق و برق دنیای غرب باز کردن و خودشون رو، دست و پاشون رو گم کردن و الان با این حرفای پوچ و سطحی نگر و افرادی به اصطلاح و حرفایی که هیچ بهایی و هیچ قیمتی نداره در واقع و بیانگر جهالت اونهاست، دارن در جوامع ما متاسفانه ویراژ میدن و افرادی هم که به اصطلاح خریدار این حرفا هستن نمونه‌هایی از همین گونه
افراد هستند، همین جوانهای ناپخته، جوانهایی که به اصطلاح با قرآن ناآشنا هستند. چطور تو در قرآن میخونی که لا اکراه فی الدین، در قرآن میخونی که خداوند متعال به پیامبرش میگه که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد به اصطلاح کافر بشه به ما ربطی نداره. لست علیهم بمسیطر، پیامبر ما تو بر اینها به اصطلاح قدرت نداری که اینها رو به زور بیاری. افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو مردم رو مجبور کنی که بیاید مسلمون بشی. هرگز همچنین مواردی در اسلام نیست. برعکس اسلام آزادی ایمان رو یک جزئی از آزادی فرد قرار میده. اسلام میدونه که به اصطلاح با زور میشه منافق ساخت، نمیشه مؤمن ساخت. این مسائل چون که برای این افراد سطحی نگر روشن نیست، درکشون براشون سخت هست، عقلشون به اصطلاح نمیتونه این بار رو بکشه، همین شده که به اصطلاح بیان حرفای مستشرقین رو توتیوار تکرار کنند و نشخوار کنند و در جامعه یک نوع بلبله و یک نوع شبه پراکندگی رو به وجود بیارن. خیلی ممنونم. به قربان زبان شیوای شما. دوست داشتیم که صحبت رو با شما ادامه بدیم تا پایان برنامه. یک رو بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه. اگر اجازه بدید ما این یک رو در خدمت جناب استاد معجزات باشیم در داخل استودیو و صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز بشنویم. من کمال تشکر دارم از شما و به خصوص از مهمان و میزبان عزیزمون جناب استاد مهاجرزاد که منت نهادند و در سفره دل ما رو همراهی کردند و کمال تشکر و سپاس رو دارم از بینندگان عزیز و از اینکه به اصطلاح نگذاشتم زیاد فرصت به استاد داده بشه و از سخنان گوهربار استاد بزرگوار استفاده بیشتر رو ببریم. هم از بینندگان عزیز و هم از شما معذرت میخوام و امید هست که انشالله بیشتر بتونیم استاد رو در برنامه‌های آتی سفره دل هم داشته باشیم. و از همتون التماس دعا دارم و همتون رو به خدای منان میسپارم و آرزوی توفیق و شادکامی براتون دارم. خیلی ممنونم. جناب استاد بدون شک یکی از سنگرهای بزرگی که همیشه برای دفع این شبهات و برای جذب نیروهای اسلامی استفاده می شده مساجد بوده. شما در منطقه‌ای که زندگی می کنید در آلمان، به هر حال در شهری که هستید و در اروپا به صورت عموم، چگونه می‌بینید استقبال جوانان رو از مساجد، وضعیت مساجد؟ اهل سنت در تهران مسجد ندارن، اما به حمدالله که در اروپا ما صدها مسجد داریم. چگونه است وضعیت مساجد ما در اروپا؟ ما از مهربانی‌های دکتر صاحب خول تشکری میکنم. ما خیلی آموختیم از صحبت‌های گرانقدرشان. ما هم افتخار میکنم که همکار مثل دکتر صاحب در شبکه داریم. سبب افتخار همین است. خداوند عمر طویل نصیبشان کنه، در پناهشان حفظشان کنه، از شر هر شریر نگاهشان داره. آمین آمین. در رابطه با مسجد که شما جای خیلی دردناک را یگان بار شما یاد میکنین که واقعا جای درد است در تهران که و میلیون ها مسلمان انتظار داشتن یک مسجد دارن که نیست متاسفانه. خب این روزا هم انشالله سپری میشه. وقتی در غرب یا در جاهایی که اونا علنی بیرق ضدیت با اسلام بلند کردن، مسلمان ها میتونن مسجد داشته باشن. ما یک چند ماه میشه مرکز فرهنگی به نام مرکز فرهنگی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها افتتاح کردیم. الله اکبر. و نمازهای جمعه را در اونجا میخوانیم. در قلب اروپا. در قلب اروپا، در هامبورگ که بیشتر تعریف کردم برای تا کور شود هر آن که نتواند دید. با وجود همی به انصافی که در غرب بر حق مسلمان ها هست، ولی بعض جای ها هم اینا از شرم زمانه گذاشتن که مسلمان ها یک جای هم داشته باشن نفس بکشن. ولی وا به حال او کسایی که ادعا از اسلام بکنن و رهبری امت داشته باشن، ادعایش دارن که
ولی امت اجازه ندن در روز عبادت الله بکنن، حتی در خانه هایشان نگذارن. در روزهای عید چقدر ما شنیدیم که کسایی رفتن دنبال مسلمان ها که از اونها تعهد گرفتن که نماز عید برپا نکنین. شما شنیدید و ما دیدیم. شما دیدید. ما دیدیم. متاسفانه که ضربه هم خوردیم، کتک هم خوردیم به خاطر نمازهای عید و نمازهای جمعه. با تاسف طبعا در اونجا بعضی قیوداتی که هست دست کلیسا هم هست. مثلا ما در اونجا هنوز این آزادی رو نداریم که از مناره های مسجد صدای آذان بلند شود، ولی در داخل مسجد استقلالشان دارن. اما شکل ظاهری مسجد، مناره و مسجد و اینجور فضا در اروپا هست. هست جایایی که تانستن در اونجا دلایل ارائه بکنن، اجازه رسمی مسجد بگیرن هست. مثلا در هامبورگ ما 2 مسجد است. رسما شکل ظاهر مسجد داره و گنبد و مناره چیز دارن، مناره دارن. و دیگر شهرهای آلمان هم هست، در انگلستان که زیاد هست، در فرانسه هست، در کشورهای اروپایی، در هلند هست که شکل مسجد شما از بیرون میبینین. و حتی او اروپاییایی که مریض نیستن، مرض ضدیت با دین ندارن، اینا حداقل یک چیز جدید را که گویا یک شکل یا یک نشان از معماری شرقی هست گویا پیش از اونها خیلی زیبا معلوم میشه، حتی دیدنش میاین. دوست دارن. مکاتب در اونجا برنامه دارن که مدارس که شاگرداره از صنفای ابتدایی تا لیسه اینا رو میبرن و معرفی با مساجد میشینن اونجا نماز میبینن که نماز مسلمان ها چه رقم نماز میخوانن. طبعا الحمدلله روز به روز این عدد مسلمان ها نمازگزارها زیاد میشه. مسجد ها کافی نیست، سر میکنه، از سرک ها رو میگیرن، جای نماز ها رو در بیرون جاده آوار میکنن، نماز میخوانن. بعض وقتا هست که پلیس امنیت هم میگیره کس اونجا آزار نتن، اذیت نکنن نمازشان. خب بر ترتیب یعنی ما عبادتگاه های خود ما رو داریم. حتی نماز عید امسال یکی از مساجد در یک سالون کرایه گرفتن، اجاره گرفتن، گمان چند هزار نفر نماز عید قربان اونجا برپا کردن. نمازخانه ما زیاد میشه، هر روز به تعداد جوانها، پسرها، دخترها، خصوصا در اون جایی که وعظ هست، خطبه ها به زبان آلمانی یا به زبان محلی ایراد میشه، مردم خیلی شنونده داره. حتی بعض وقتا شده که غیر از مسلمان هم که خطبه را گوش کردن در نمازهای جمعه. اما چیزی هم ما شما داریم که روز میآید که شمس از غرب طلوع میکنه. بعض اهل علم میگن که این ممکن است که مقصود از نور اسلام باشه که از غرب بلند میشه. برداشت جالبی است. انشالله امیدوار هستیم که همو بزرگای ما که به گمان شهید سید قطب هستن که میگن در جایی رفتم که اسلام بود ولی مسلمان نبود. منظورشان امور نظام و چیزایی که در اونجا نظم دیدن، کارهایی را دیدن که خوششان آمد، ولی اسلام اگر بوده مسلمان نبوده. انشالله روزی باشه که در اونجا هم اسلام باشه هم مسلمان باشه. جناب استاد در پایان توصیه شما برای خانواده هایی که به هر حال مسلمانی که زندگی میکنن در اروپا چی هست؟ وظیفه اونها نسبت به خانواده خودشون، وظیفه اونها نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن و وظیفه اونها نسبت به کشوری که از اون مهاجرت کردن چی هست؟ یک 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان. 6 دقیقه. سوال خیلی مهم و واقعا حیاتی است برای کسایی که خصوصا در خارج کشورهای خود ما هستیم، باز خصوصا در جایی که اقلیت هستیم، ما انگشت شمار هستیم. یک وظیفه که به گردن ما هست که ما ممثل خوب از دین ما باشیم، نماینده خوب باشیم. طبعا این نقش عمده خانواده داره. پدر و مادر مهربان، پدر و مادر هوشیار، دلسوز، دیندار، اینا ضرور است که اولادشان مواظبش باشن.
محیط خیلی محیط خطرناک، اگر اونا میشه بانم اضافه نگفتیم. کوچکترین اشتباه در اونجا کسایی بودن که در کشور خودشان یعنی از تقوا و پرهیزگاری بلنده برخوردار بودن، ولی آمدن غرب فوری تاثیر کرده بالایشان. امروز جای خجالت است که ما حتی نام اونا را بگیریم، ولی کسایی بودن گمراه بودن در کشور خودشان، آمدن یک بار گمراهی اصلی را که دیدن دوباره به طرف توبه کردن، روشنی آمدن، توبه کردن. طبعا نقش خانواده در اونجا خیلی مهم است. پدر مادرایی که در اونجا زندگی میکنن، کار اونجا، همون نظامی که در اونجا نظام هست، خانواده را بر هم میزنن. در ابتدا مثلا کسایی که مهاجر میشن، حکومت هایی که در اونجا هستن برای مهاجرینی که هنوز برشان کار و بار سرشته نکردن به اینا معاش تعیین میکنن. نظام معاش تعیین کردن هم قسم است که برای هر کسی علاهیده نامش است، طفلتان است، خودتان است، این خانم است دیگه، برای هر کسی به حساب خودش معاش تعیین است. بعضی کسایی که همون نظام اقتصادی اسلام در نظر نداره که مسئول خانواده که نفقه بیاره است، این حداقل اختیار همون مسائل اقتصادی هم در دستش باشه. در اون چون این پراگنده است، هر کس مستقلا خودش خودکفا میشه، در اون خانواده یک نظام چند دستگی ایجاد میشه. بعضی خانواده هم به این شکل پراگنده شدن رفتن، ولی هوشیار کسایی بوده که طبعا منظور از این حرف من نیست که در خانواده یک نظام دیکتاتوری اقتصادی وضع کنه و همه چیز اختیار خودش باشه و مردم نفس کشیده نتونه، کنترل داشته باشه، بدونه که کجا خرج میشه، چطور خرج میشه، فضول خرچی نکنه، در راه اشتباه استفاده و زیاد توجه از اینا همین باشه که اولادها را از ابتدایی که اینا دست چپ و راستشون میشناسن به دینشان معرفی کنن، اینا را دینشان بفهمن. امروز همین مرض عمومی که در کشورهای خود ما هست، نفهمیدن ما از دین ما هست و این اهمال پدر مادر بوده. پدر مادر درست توجه نکردن، صرف نظر از اینکه نظامایی که در اوج بوده و دین اهمیت ندادن، حالی پدر مادرها که ما میگیم الحمدلله در خانواده مسلمان به دنیا آمدیم. اینجا که ما فعلا در اروپا یا در جایی که دور از وطن ما هست، مساجد است، الحمدلله مراکز است، با وجودی که تبلیغات شدیدی هست در رابطه بر مراکز اسلامی که اولادایتون روان نکنین، مخشویی است، شما را به جبهات جنگ میفرستن، شما را فلان میکن، اینا باید این حرفا را بزنن. بنابراین پدر و مادرها باید دقیق باشه. ولی اون مراکزی که حداقل تحقیق کنن، برن ببینن که در اینجا چی درس داده میشه، قرآن درس داده میشه یا که کدام میدان تمرین نظامی است. استغفر الله. پس این مسئولیت پدر و مادرای ما دارن. روابط خانواده، پدر و مادر اگر تفاهم داشتن، بعضی وقتا شده مادر طرفدار چادر پوشی دخترش بوده، پدر نگذاشته، دختر حیران است چیکار کنه. بعضی وقتا شده که دختر خودش هدایت شده با ماحولی که داشته، اما خانواده ایره نگذاشتن. خصوصا جوانای ما، پسرها حتی. من بیاد دارم یک روز یک کسی طرف دفتر ما آمد و چند تا کتاب داشت، با یک پسر جوانش آمد، من میگم آقای معزز بله از خود کتابا رو بگیرین، بچه ما دیوانه شد. من حیران شدم که چی است. کتابا رو سیل میکنم، یکی صحیح بخاری است به آلمانی ترجمه شده، یکی سیرت النبی است به آلمانی ترجمه. این پسر خوانده اینا را، گفت این کتابا اینا رو دیوانه کرده. سبحان الله. برداشت ما از دین ما به این شکل. اون پسر، بعضی پدران بوده که افتخار کرده پسر من سبب هدایت ما شده، میگه مادرش افتخار میکنه که دختر من سبب حجاب پوشیدن ما شده. الحمدلله در اونجا یعنی زمینه های هست که اگر ما راستی ازش استفاده بکنیم، خانواده خیلی سالم تشکیل میشه، اجتماع ما سالم میشه. روابط ما با همسایه ما امور رسالت ما هست که وقتی همسایه که دین ما نیست یا نمیشناسه، وقتی اخلاق ما رو ببینه اونا گرویده شدن، اسلام آوردن. مسئولیت خیلی بزرگی با دوش خانواده ها از در روزه. تمنا میکنم خانواده ها احساس مسئولیت داشته باشن و امیدوار هستم که این صحبت هایی که در اینجا میشه بدون شک تاثیر داشته، برای خصوصا برای کسایی که به زبان این شبکه ها بلد هستند، سبب بسیار نیکبختی هایشان شده. انشان.
جناب استاد، من دوست دارم که حالا کمتر از 2 دقیقه ما فرصت داریم تا پایان برنامه، یه خاطره خوش در 2 دقیقه اگر از زندگی در اروپا در این چند سال داشته باشید که رنگ روی دینی هم داشته باشه برای ما بیان بکنید. سوال سخته میدونم. سوال همزمان تعیین کردم 2 دقیقه کمتر نشه، هم شکل خاطره. از حرکت‌های دعوی که داشتین، از چه چیزی بیشتر خوشحال کننده بوده برای شما در این چند ساله که مشغول کار دعوت بود؟ چیزی که واقعیتش در اوجه آمدن مسلمان ها به طرف دین، این خودش یک خاطره هست و این یک تا 2 تا نیست. حالا من کدام از در این 2 دقیقه بر شما انتخاب کنم؟ حدوداً تخمین می‌زنید چند نفر بوده باشن مثلا؟ زیاد الحمدلله، خصوصا زیادتر طبقه جوان. باشه. یعنی ملتزم نبودن، پایبند نبودن و پایبند شدن. بله. اینا لباسایشان مثلا لباسای درست نبوده. وقتی که یک بار به این دین مشرف شدن، یک چیزی شنیدن اینا را جذب کرده. حالا یک چیز به ذهنم رسید، یک پسر شاید 16 ساله بود. در سن 16 سالگی این بچه بسیار عبادتگار، نمازخوان، یک جای مهمان شدیم، اینا شوربا پخته کرده بودن، آب گوشت. آب گوشت. این پسر گفت من شوربا را دوست ندارم و برای خودش یک ساندویچ از بیرون گرفت و آمد در حسر عمود سفره نشست. من گفتم که چرا شوربا را تو دوست نداری؟ گفت دوست ندارم. گفتم میفهمی رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم ترید بله آبگوشت دوست داشت. گفتن آبگوشت یک مقام برش دادن نسبت به تمام غذاها، مثل که بگوین گفتن برتری عایشه رضی الله عنها بر دیگر خانم ها بمانند آبگوشت بر سایر غذا هست. شما را خدا خیر بده. وقتی حرف شنید همین ساندویچ گذاشت، گفت از این بعد من شوربا را دوست دارم. الله اکبر. سبحان الله. دوست کم وقتی گفت رسول الله مبارک را تعریف کردن در اروپا، واقعا شما یعنی من خودم تمام بدنم لرزید که این مبارک است که صرف به این که رسول الله مبارک تعریف کرده ساندویچ گذاشت و شوربا شروع کرد. بسیار خاطر زیبایی بود جناب استاد، واقعا لذت بخش بود مانند خود آبگوشت. و فقط چند ثانیه صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز میشنویم و خداحافظ. ما از همه عزیزای ما که 2 ساعت با ما بودن، حوصله مندیشانه انشالله در حسناتشان حساب شود و ما هم اگر چیز خوب گفته باشیم که از جانب الله بوده، اگر اشتباهی کردیم و از جانب ما بوده، تقصیر ما را شنونده‌های عزیز ما، بیننده‌های ما یعنی با بزرگیشان بگذارن، نبینن. ما تمنای ما همی است که خداوند ما را این امانت با ما سپرده که با شما صحبت میکنیم و ما انشاءالله قول میتیم که این امانت درش خیانت نشود. چیزی که خدا برای ما این لطف کرده، این عنایت فرموده برای ما، این نعمت عنایت فرموده، انشاءالله در اختیار شما بگذاریم و شبکه وصال حق انشاءالله در این زمینه یک وسیله هست که از تمام در کسایی که در این شبکه فعالیت میکنن شب و روز با یک تلاش خیلی مخلصانه تمنا میکنیم که برقرار باشه، بردوام باشه تا که این شبکه هست. خداوند انشاءالله در کارمندا هم خیر و برکت بیاندازه که هم تعداد زیاد شوه، هم پر فیض و پر برکت باشه. خیلی ممنون. تشکری میکنم استاد، لطف کردید و افتخار دادید استفاده کردیم از صحبت‌های شما. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر دارم و نهایت سپاسگزاری از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی فرمودید. از الله متعال خواهش داریم تمام گذشتگان ما رو مورد رحمت خودش قرار بده و همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار. خدا حافظ. شما زنده باشید.